چارچوب دموکراتیک درونی باید حفظ بکنه. مثلا آفریقای جنوبی مثلا به آفریکا نشنال کانگرس رو اگرچه یه بحثا بوده که مثلا بیاین چطور رقم مثلا حتی مبارزه مسلحانه بکنه مکنی تصمیم گرفته به چه شکلی بیتین اشیا هم تئوریش بوده همه وادید که مثلا یک تشکیلات تروریستی دنیا جایرگ مبنده بلکه مثلا سعی بکنن اگر هم مبارزه مسلحانه کنن سعی بکنن که مردمانی که غیر نظامی یا مردمانی که جنگ آورده مبنده بلکه اجزای اقتصادی بوده مثلا حمله بکنن یعنی چون نبوده که مثلا کاملا شکل غیر خشونت آمیز و دیکارنده بوده ولی شی هم تو که یک دیبیت و یک مثلا بحثی بوده و نتیجه گیریانی کتگیش و شما چیزانی مثلا خب شما مثلا در دو برانتی مثلا دموکراسی به شکل جور کنه بیتین و دیگه مثلا حزب دموکراتیک بیتین تو زانه که مثلا دیگه حزب هم هستن تو در برای جور باید وقتش ولی آیه که مثلا هدفی قدرتمند به یک جامعه و ملت این آباد یک قدرتمندی مثلا تشکیلاتی بیتین که چطور کاشان دی آورده خب مثلا بود حزب کمونیست هم بود که بیشتر رهبرانی که آفریقای جنوبی آفریقا نشنال کانگرس هم بودن تحت تاثیر سوسیال دموکراسی بودن تحت تاثیر چپ بودن وقت نیلسون ماندلا اگر چی باشه که حزب کمونیست هم عضو نبودن چه کسانی هم ولی خب لاتی بودن که نه حالا ما این رکوردی کسی پیش داشته ولی بازی فکر کنند که حزب کمونیست هایی هم عضو بود آفریقای جنوبی ولی در کل شد کنی مطلب شد ولی حزب اصلی که بوده آیا یه سیستم دموکراتیک توتی جامعه تو که دیم آورده یعنی این حق مهمه که ترا تشکیلات دموکراتیکی ببیتین که پیشی مثلا تو رنده بتونه دموکراسی جور کنه ایشی افراد یک مقدمه ما گشت که مردم دیگه روتی که قدرت خوب مردم مثلا همه دعوت آمریکا یا کسایی که مثلا آمریکا که شانتش فاندینگ فادر مثلا نمانی که کشور مثلا پتانت و کشورش جور کته آیا اگر چه مثلا وقتش مثلا سیاهانش یا جنینانش حق نداته این مثلا بله خوب توتی تو کار به عنوان کسایی که استیت بودن یا قدرتمندی مردم بودن و تو کش به شکل دموکراسی بوده و تو انتگش مثلا به شکل سیستم دموکراتیک دیم برای که معروف مثلا جورج واشنگتن که مثلا رئیس جمهور بیتین حالا خوب هم یکم که تاریخ سازی بوده چون که سرتر هم وادی شمس و اعلام جنگ کنه و انگلیس ولی یک دیگر پرزیدنت انتخاب کنه ولی خوب رنده و جورج واشنگتن دیگر از تاریخی بودن ویسا بیتین که اول رئیس جمهور آمریکایی خب آیا هم وادی دومی رنده انتخاب بود سیمی رنده دیگه نوشتاد باشید که به صلابت همین خبری هم به شکل تاریخ ساز بود با آمریکا یکشی که دیگه مردم هم هستن لطفا رئیس جمهور و وقتی که خب آمریکا به یک شکل مثلا رئیس جمهور هم بعد دادن دوره عوض بودن گشتر نه که تمام که رئیس جمهوری داد بودن ولی خب یه مثلا یک قانون نانوشته بود آمریکا که بعداً مثلا شیعت به شکل همگان مردم فکر مثلا قانونی عمل در رابطه آمریکا شی بر اساس یک خبری بود و شیوه یک پرینسیپی اشتباه بود که مثلا آمریکا سخت مهم یه جنبه تاریخی مردم بیچاریتی چه اولی جنبش مثلا آزادی خواهانه که برای استعماری بود به شکل تشکیلاتی و مثلا بعد مثلا انتخابات آزاد انجام بود هم پر کنگره و هم پر سنا و یا مثلا بابت ریاست جمهوری ای جنبه هم اهمیتی هستند و تو انتی مثلا شکل دموکراتیک و دیگه حفظ بکنن تا چیزی بشنتی مثلا لوایتاین یا مثلا قدرت 20 دریایی که هرچی نامی بله که آیه مثلا نویسک بود که چه شکلی وقتی تو کنترل بکنن مردمان و دولت مثلا شان یک بالانسی جور کنه بود که بین مردم و پابلیک و دولت قدرتمند که شما تو یک دیگه را مثلا یکی چهار دیگه را پیروزتر بیتن که بتونه مثلا قدرت کامل دست بگیرید این مردمان یک چک و بالانسی که دولت قدرت جورش بود میشه یک بحثی مشابهی جای انجام ده ولی منظور شین که شما سک مهمه که تشکیلات وقتش دموکراتیک تشکیلات وقتش دموکراتیک بیتن و در ضمن هم میتونه فراگیر بیتن تا کشور تو میتونه مثلا سردستی تشکیلاتی بیتن میتونه که مشکل حل بکنه و بعدش هم ادامه بداتیم برای نمونه مثلا آفریقا جنوبی بیته برای نمونه مثلا هند هم کنگره ملی هند هم که مثلا جواهرلال نهرو اگر آیم به همین شکل مثلا وقتی نهرو هم خوب یک رهبر دموکراتیک اگر چه توادی که زندگی رهبر هند ولی خب آوازی قدرتمندترین شخصیت قدرتمندی هم هست و مثلا بازین مثلا کوشش کو انتقادی میکنند مثلا توادی که سرگذشت دیوانه یا هندوستان تاریخ وانه بود نوشته که مثلا وقتی مقاله نوشت برای لوتی نام مستعار مثلا منتشر بودن که مردم ها مثلا بتونن راحت برای انتقاد بکنن چون
بعد گاندی خوبای و در واقع گاندی مثلا نقش بین‌المللی هستد. هند سازگار مسیر نقش جواهرلال نهرو هستد که از تاریخی هندوستان تو چون دانه مثلا هویت مشخص سکولاریسم یا سوسیالیسم و دموکراسی و فدرالیسم مثلا یه چهاری در واقع 4 دانه هویت سیاسی آفریقای جنوبی بودند و این ساختار مثلا هم به همین شکل عادی بود. ولی بعدش هم مردم خوب گندید که مثلا کجام جنبشانی بوده که مثلا دیما نرفته اگر هم مثلا به شکلی انقلابی بوده خب بر نمونه مثلا فرانسه اولی انقلاب هم بود با توجه به که مثلا انقلابی که خشونت آمیز زد و رنده پده انقلابش کرد پدا موفق نبود. دلیلی هم شد که بالانس بین مردم و حزب سیاسی که مثلا با جوری نیست بلکه به شکل هرچ مرجی بلکه به شکل مثلا چی ولی البته شی هم نه که مثلا حزبان انقلاب کنند که تفکر مردم بیچاره نبود توتی ذهنا به وجود بیارید. یعنی یکی فکر بکنید که مردم وکالت کنن و مردم مثلا منو دیگه به عنوان حزب سیاسی به عنوان فرد منو وکیل کنند. نه، انقلاب مردم کنند، تغییرات مردم کارند، بخصوص شرایطی که مثلا یک دیکتاتوری هستن تا ایران آیا تا جنبشان رای بخش تا محور بودند. ولی خب تا جنبشانی که مثلا دیگه هنیگا ماشما یا اینا مثلا جنم ادا مثلا مردم باید به یک شکل مسئله بگیرند. ولی دیکتاتوری حکومت مثلا تا مصر یا باید تا همین ایران هست یا مثلا تا یمن هست که اگر مثلا بود تا یک رهبر کاریزماتیکی بیتین تو کمک بکنید بله اگر تا رهبر کاریزماتیکی بیتین و ما تو کاران انجام بداتین تو هم به ضرر تمام بدیتین و ایشیا مردم باید همیشه هم بگیرید بیا شکلی ما شما مثلا وقتی که وقتا مثلا که مردم اینجا نگیشه مثلا جنبش هم بهار عربی وقتی که بود خب من میگم نزدیکترین بازی ما شما مثلا در رابطه با ایشیا یکم که ذهن مثلا آمادگی بیشتر هستین که ودا مثلا به چه شکلی مثلا دیما و چه شکلی مثلا هندگان مشکل کرده کلا تا منطقه و به جایی که مثلا حل بکنید دچار یک سری مسائل که البته انقلاب همیشه همیشه داشت طول کشید تا خوب بنتین و توی مسیر هم متاسفانه یا بالا پایینانی مزنینی هستند و یک چیزی عجیب غریبی هم نیست که باشه مثلا فکر کنید که شی برای تنرکای یک چیزی هستند نه و همه چیزا یحتاجند ولی خب ما اصلا باید بدانید که انقلابی که بهار عربی شروع بود تا اگر تمام نبود و اگر هم ادامه دادند با تشکیلات مختلف تا یک کشور و کشور عراق تا سودان و بقیه دیگه جاگان هم پیش داره. ولی خب یک چیزی که مشخصه تو در بسیاری که انقلابانی که بودند لکه جاگان خب یه انقلاب سریع بود مثلا جایی مثل تونس انچه مشاهدیست مثلا خب تونس یک استثنایی انت جهان عرب هست چوبتی برحال یا جامعه مدنی قدرتمندتری هست مثلا نسبت به لیبیا یا جهان دیگر ولی باشه که جامعه قدرتمندتر مدنی هستند خب تا لیبیا و جهان دیگه هم هستن ولی بود یکم که تونس دموکراتیک تر هستند یعنی هم به شکل مثلا چی باشه اتحادیان کارگری هم سازمانان جنینانی و هم دیگه مثلا کارمندانی و حتی احزاب سیاسی که هستند تا شدید که مثلا کسایی که مذهبی هستند تا آقای قنوشی و شاه هم یکم که چه دیگه مثلا مصر یک حداقل اگر چه از لحاظ بک‌گراندی یک تا اخوان المسلمین و مثلا تحت تاثیر تفکرات اخوان المسلمین هستند ولی به شکل دموکراتیک تر گویی مردمانش رفتار کوتاه مثلا اخوان المسلمین مصر و تی هم یک مثلا فاکتوری است که تونس حداقل یکم که نفس راحتری بکشید بعد انقلاب حالا بعدا مثلا جنبش ترکیه مرات رو جهر ورزی هست شروع طبیعی انت تونس هم یک سری چیزان دیگه اتفاق کردن که آیانا خب هر کسی وقتش هم تو مردم نگرانی یه چیزی مطالعه کنه که مردم نتونن مثلا بحثش کنه چون به تلویزیون تا آن قرار نمیره مصر هم به همه شکلات ولی خب یک سری چیزانی مثلا مردم مصر یا مثلا لیبیا یا بعدا تا مثلا یمن و تا سوریه گینده بود شد که همین همزمان هم خاص لحظه مثلا تشکیلات ها حزبان سازمانان لورتش یا فردان لورتش وقتا مطرح بکنند به جایش که مثلا مردمانی که تمورکا کار کنند که ایشی مردیس مثلا خب مواد شخصا باز مثلا علاقمندی هست که یمن ایران گشتر بیچارم یکی لیبی یکی یمن خوب با توجه به جامعه طایفه‌ای هم یکم که مثل جامعه بلوچستان شباهتش هستند و خب مثلا یه جامعه عربی که انقلاب بهار عربی بود تا مثلا با شکل مولتی نشنال نه بگوره جزء سوریه که به شکلی مثلا کردان تا هستند دیگه اشترینا یا عراق خوب یه سرتر اتفاق کرد که مثلا به شکل صدام بروتین
ولی خب تا یک کشور هم چیزی نیست. مردم مثلا گشتر ها وقت جامعه ارتباطی چارتن که به چه شکلی جامعه ارتباط چی بیتن و بعد نتیجه گیری به چه شکلی بیتن تا جامعه دور بعد ادانت که وقتی که مثلا تا چاره تا مثلا جامعه مثل لیبی یا جامعه مثلا یمن که به خصوص یکم که راحت تر مثلا بوده چه تظاهراتانی که تا یمن بودن تلویزیون تو مستقیمش پیش بدارند و بحثا هم بوده راحتر انجام دادن تا لیبی که حالت جنگ داخلی لیبی تمام ابتدا و عمل کردی که آقای قذافی هست و گوی عصبانیت که هستی بلکه لیبیا نه بیا شکل جنبش طولانی تر تا گشتر بچاره مثلا همین بودم مردم دیست که یک سری اعضابی که ممکن پیسر بوده که تا نبوده تا لاتی از بار بودن لاتی و سازمان جوانان نشاد کو تو هر یکی گویی بیر کو بانر بیان بجنات مثلا یوب سازمانشی و دیگر و دیگر این چما اولا مشخص بود که یه جامعه توکا اگر هم یک به اصطلاح انقلابی بیتن و رژیم تغییری بیتن آخر یک به اصطلاح جنگ داخلی رسیده بجایش که مثلا مشکل حل بکنه ممکنه که مشکل ساز بیتن یوتی هم یا مسئله اساسی مثلا وقتی که مثلا یکی بلوتی تند که فکر بکنه که انقلاب یک چیزی نه که مثلا بخصوص جامعه دیکتاتوری لیبریشن یک چیز موضوع دیگری است که ما اولا اشاره کرد ولی وقتی که مثلا تا یک دیکتاتوری هستیم تا مارچینگ دنیا تو کا اشی تو کا انقلابی ته انقلاب معمولا مثل طوفانی است که پانتی دراماته اذا حزبانی نقش مثلا با شکل اهمیتش نمیتین که تو انقلاب حزبان نقش پیش انقلابانی تو بعد انقلابانی گشته و در این انقلاب هم خب به هر حال یک شکلی توار مردم باتید آمادگی بکنات پرنده ولی خب مثلا لاتی فکر کرد که مثلا نه تا همین جنبش که ایران به وجود بیاد تا اگر تا همین بحث هستن که کی لیدرشپ تا دست بگیرید و په می خاطرات مثلا مردم یدید ادا هم یه سری منشور دیگه بود لیبیا خب مردم دی سوال ما لیبیا خب منشور بازی نه دیستگان ممکنه آیا هم داده ولی خب تا دیست مثلا تا همین تلویزیون ها یا رپورتاج ها و بعدش هم که مردم چیزانی که وان تحت حالا خب من توانایی در حدش یک مردم گشته به انگلیسی و هم متاسفانه ادبیات عرب آشنایی نیست و نتون آیا مردم بانی تنگه و عربان نوشتن حالا خب خیلی بازی نشه عربان هم خب زبان انگلیسی نویسن تا شرق الوسط یا تا العربیه یا تا جهان دیگه و یا تا الجزیره یا تا شکلان مختلفی که مردم این نظریات هم کم و باز برای سرپا بود ولی تمام ابتدای مسئله همشیه که مسئله کجا روتن به چه شکلی بیتن یکی ها مثلا به هویتان منطقه‌ای هویتان طایفه‌ای بعدش هویتان مثلا سیاسی و شیک اساسا هیچ کسی هم تجربه شیک تو به چه شکلی بتونه یک جنبش همگی رو درست جور بکنه که بتونه مثلا اگر تو یعنی توانمندی متحد به یک طرف بیته تو به جای که هر کسی بلوتی یک حزبی تشکیلاتی هر بکنتر بتونه میگی بگشتنش طورقه بیان جمع بتونه که تفکرات نزدیک به یک دیگر و یا مثلا یک صبر و حوصله دموکراتیک سازماندهی خداوتی هم مشکلات بودی هستند چیزانی هم که طول کشتند وقت لوتند آشنایی لوتی گوی یک دیگر توانمندی ها چاره لوتن بخصوص مثلا شرایطی که ما بلوچستان ایرلادگر هستیم که حرفه‌ای نتونی سیاسی کار کنه همزمان باید بتی کار و شغل میبیتین حالا ممکنه یک دو مردم هستید که مثلا چه وقتش در هستی یا چه جای کمکش بیتین لازم نه کار بکنه ولی تا جایی که ما را دسترسی هستین زانو تا این پروسه که ما حداقل کار تا 20 سال ما تمامگیر مثلا به شکل مجبور بودیم کارو بکنیم سیاست هم بکنیم پس در چطور آبسا توانمندی نیستیم که مثلا یکی دیگری کروچتون مثلا 24 ساعت برای سیاست بیتین یکی مثل ما که مثلا باید 8 ساعت 10 ساعتی باید بروتین سر کار بعد مثلا وقتی کار مانیتیم بتونید مثلا سیاست بکنیم چون واسه یک سری محدودیت هستید و شین هم مردم باید توجه کنید یعنی که باید چند شرایطی کتی هستین باید حرکت بکنه و ایدانید که مثلا مردم باید وقت بداتید اگه وقت بداتید و تو سازماندهی درست مناسب انجام بده شاید مشکل بیتید ولی همچون برای مثلا حزب باید بکنه چون بعدی که انقلاب بوده هر کسی مثلا پای بیتیم برای اساس شرایط بیت چی کن چیزی که مثلا لیبیا مثلا باگولش بیشتر هست یا مثلا یمن دیست که مثلا وید رند چه جریان آوادی که هر کسی مثلا به شکل وقتی مثلا خوب هر کسی هم به نام نظام ناسیونالیسم به نام نظام سوسیالیسم و اسلام و هر چیز نامش به لیگش مثلا فقط تشکیلات و مثلا به نام وقتی یا به نام چی شهرش بود آخر دیست مثلا لیبی جنبش هم به همین شکل رفته تا اگر نتونه نگیم مثلا هم به سریتن و یک جایی برسیدن و همین دفعه دیستن تا لیبیا هم همین مشکلات جور بودن یعنی این سک مهمه که تا همچین شرایطانی مردم به شکل عمل مکرد و دیگه دیدن تا ایرانی هم همین چیز
تکرار بگید. حالا مثلا اگه تا انقلاب 57 درست کنن رفتن خان خمینی راندا و اشتباهش کرد، هندگان به یک داوی برعکس عمل کنگند. یعنی بعد یک مثلا جنبش زن زندگی آزادی شروع بود، بعد یک سرتاسری بود، خب یک سری کسایی مثلا بارت کنگره ملت ایران فدرال خب یک منشوری هستن که منشور مثلا 2005 داده، منشور هندوینی نه حداقل هندگان 17 سالی دیتن در یک بودت و خب بله دیستن که مثلا لحظه گروهان توقعت جمهوری خواه بانتید یا بخشن جمهوری خواهان یادی حتی تشکیلاتانی که شهر بود که برای گذار یا مثلا شورای تصمیم یا مثلا شاه پدایتن دیگه مثلا یک دیگه منشوری بدین که وقتی مشروط خواهان یا مثلا وقتی که اعلام کنک بود که نظام جوشتون و یا یک لحظه گشته که لحظه مردم که یا منشوری دین نیست مثلا منشور داخل کشور در کردستان سازمان داد که بعدش هم به جای نرسید کس نظام حکایت پرچی دادش و هدفش چیت و چه عمل کرده رو انجام بدید. بلکه خب یک چه بهتری منشورانه تی منشوران درست کنه و تی شهری هستن هیچ یکی چشان آدم خراب نه، ولی خب چیش همشه که توانمندی مثلا عملیش چیه تا مثلا عملگرایی پرکتیکلی مثلا تو چی بکنه ادانه که منطقه بعد مثلا منشوران دیگه بودن و تا حقیقت منشور هر کسی تا فکر جدیدی منشور بدادن آخر هم مردم مجبور بودید که منشوران یک منشوری بدادن و وقتی چیزی بیتن دو چیز مشکل چگل دادن هم مردمانه یعنی همین حکومتی مثلا وادی سمودا که مثلا تا یمن و لیبی چه بوده تا ایران هم میدا بود مثلا یک تلویزیون و وکالت لوتی یک نظام و یک بانری چسکن یک خیابانی تا بلوچستان یا تهران لوتی وکالت لوتی تن ادانه که بعد بسیار مشکل همین منشوران هم که دیگه بودن این منشوران هم تو الان من نمیشه مثلا جنبش هم شما واقعا یعنی واقعا هم تو تصمیم یک چهره یکی بکنته واقعا اشتباهه بلکه خوش تاثیر هلت هیچ چیزی به تاثیر نه که مثلا مردمانی که ما نه حتی در که مثلا 4-5 مردم مثلا بیت تصمیم بگیرید بگوشید که ما یه منشوری دین و دیگه مردم رو بیان می طرفا که مثلا خمینی با شکل رفته گتت مردمان نیمگی و یک شرایط خاصیت یک محدوده مشخصیت از تاریخی و یک سری مثلا آگاهانی سیاسی هم تا ایران به شکل نیاتن چیه ولی آیه نتوت مردم سند بکنن که هنگام مثلا هر کسی پدا انقلاب وقتی نیمگا بکشیده بشه که مثلا تاثیر منفی دیده و ما وقت هم پیشش که منشور هم دیگه وقتی مثلا خب یا جامعه کرده دا خب تصویر عمل رابطه است مثلا بری مدیسه با تجربه تجربه بهار عربی و اتفاقاتی که در کفتتی مثلا میشه دادن مثلا ایندا برخلاف شکلاتشون کرده مثلا متحدن تو عذابش رو دارن تو یه بلادیش چیزی نیست عذاب کرد باز هم و همه کسایی که متحدن با هم دیگه شکل کار نکنه چون ما شخصا هم جایش کارونو تا به اصطلاح بحثان درونیش تا یک اندازه هستن اینا هم مثلا تا استکهلم تا یک روز مثلا 3 تظاهرات هست کردن حالا مثلا یه پیشرفتن خوب همین تظاهرات ها مثلا ممکنه 100 نفری تا کردانی این مدت حالا مثلا ممکنه مردم بوشیتن 1000 نفری تا 1000 نفری تا ولی اذا 1000 تا بوده 500 تا بوده مثلا 300 تا شکل اما من میخبر کد که شما اگر یه دو مردم بگین دیدین بعد مثلا هم داخل کشور مردم فکر کنن خب یه عذاب نتونه تا استکهلم با هم دیگه تظاهراتی بکنن تظاهراتی مسئله که مردمان گشته به طرف جلب کنته و توجه گشته بود نمیگه جلب کنته و همین دنیا و دیگه اندیشان نتونن با هم دیگه یک تظاهراتی انجام بده پس سرنگون رژیما ما شما کانون رایگیری نکنه که انتخابات نه که مثلا فلان حزب روکار یا فلان حزب روکار بلکه کانون تمام گیران هدف هم شد که رژیم سرنگون بکنه پس با هم دیگه نه یعنی ایشان اثر هلت همین منشوران و همین چون دانه تظاهرات ادامه و بعدش هم مثلا تو دیت لحظه چه سلطنت طلبان گروهان افراطی سلطنت طلب مثلا بعدش هم تظاهراتش مثلا به پرچم اولیه که رضا پهلوی و تنها چیزی خوبش هستش که امکانات جای چادیگرانی که گشتن بعد مثلا بلندگوام از اینان و 50 نفر یا 40 نفر مثلا با همدیگه بوشتن تا شهر مثل استکهلم بودم تظاهرات است ممکن 1000 نفری آنی 400-500 نفری تا بودا و چون 40-50 نفری تا بودا بعد مثلا تمام گیرا همین چیزا پیش دارن که الا یک سری اشکالات اساسی هستن هم طرف مردم یک لوتن جان بدهند تغییر بیارن و هم طرف دنیای یک لوتیتن چه جنبش حمایت کن با توجه به شعاری که هستن حالا یه بری شعار یعنی زندگی آجوییت خب مردماش هم راحت‌تر که اعتماد جلب کنه ولی وقتی که همین چیزی بود نبود که کار انجام میداد اساسا شد که مثلا ایشان هم حاضر نیستن چه پیشرفته رو یک دیگه خبر بکنند مثلا همین کسایی که مثلا جورجتاون نگهتن شما مثلا ماوتی محدودیه کار کرد بعد مثلا یک سری گروهان دیگه هستند
محدودیت وقتش مثلا کارش کنه و دیگران تماسش گرفته اشتاب کاریش کنه که ما باید منشور بدین چون مردم بود رو منتظرند که بیاین در برام مثلا خامنه کاخا و رئیسی کاخا بگیرن فقط منتظرند که ما همین یکی کاغذ در بدیم در حالی که چون نه باید مردم ها اگر لوتن کاخا بگیرن منتظر کسی منشور نه اگر شما را کاری هستید باید به شکل دیگری انجام بده و خب ما باید از طرفات یک پیشنهادی که بود از طرف ما باید که اولش نوشته که مردم میاین مثلا تمامی منشوران حقوق بشر سازمان ملل متحد قبولن حقوق بشر سازمان ملل متحد قبولن یعنی ترا حق تعیین سرنوشت هم قبولن ترا به اصطلاح به یک شکل طیب مهندسانی که سازمان ملل هستن ترا به شکل چارچوب کشوران یا تمام درزی کشوران هم قبولن حالا بر اساس حقوق بین المللی ما شما ترا قبولن ادانه که ترا که دو چیز قبولن بعد یکی بیت مثلا یک بخش چه منشور برجسته بکن یا باری دیگران آدیو شو پرشی کاری منی باری مهمه ای پس برجسته نه پس ایست خبر سر تحقیق کنه بیت پس منی خبر سر گوشاگ نبیتی منی خبر بالاتره و یه مشکل کنه وقتی شش مورد درست قبوله پس درستی این چیز بوده هستن ایشان بلتا و بعدش هم مردم همزمان هم جنبش دروچی مگه دیگه ما منشور ده دیگه رژیم تغییر کنه نه یه رژیم شاه نه تا در که بری یا حسنی مبارک هم نه در که بروته بلکه تیم لاگیته ولی که تیم تر هستن که تونه ولی که مدیریت اپوزیسیون قدرتمند تا اعضا هستن تا لوته مثلا سازماندهی کنه تا رپرزنتیشن نمایندگی کنه تا خارج کشور تا لوته ستاد هماهنگی و تظاهرات رو بکنه اول تونه به هر یک چیز بندان سازمان مللی که ابتدا تو انتخابش کنه که شما مهم مثلا حلش بکنه مثلا حقوق جنین مسئله آزادی مذهبی یا مثلا حقوق گروهان اجتماعی مثل طبقه کارگر و کارمند و شما مثلا شرکا مشکلات حل ببندین مسئله غیر متمرکز به شکلی حل کنه که شاید بیاره پدر کمیته و کارگروه یا دیگه جور بکنه که شما میتونه انجام ده ببنده ولی همزمان به اصطلاح تعهد پیش بداره که شیر رندامه به که من فقط به اصطلاح بلوتو منی خبر منی بیتن منشور منی بیتن خبر اصلی منی بیتن یه کارا مکنه خوب بیاید به اصطلاح بر اساس ما چیزی که معتقده اما حقوق بشر رو بنویسن تمزیسته مثلا متامیز و چیزی که به اصطلاح بتونه تا کشور رژیم سرنگون بکنه و بعدش بتونه با همدیگه تصمیم بگیریم به شکل دموکراتیک و تعهد هم بیتن که اگه هر قانون اساسی نویسه بیتن آیه به اصطلاح چی باشن وکیلان و یا به اصطلاح کسایی که مثلا اینترنشنال قانون بین‌المللی یا سازمان ملل اگر دسترسی هستن این قانون مطابق گواهی بنده و خب مسلما مردم باید رأی بدن ولی مردم عادی مثلا موادم شخصا هم نتونه در رابطه با مثلا حقوق بین‌الملل بگوشم تمامی بندان تطبیق هستیم بوده با تا یک کسانی که مثلا بین‌المللی هستن که هیئتی مثلا جور بکنه بگوشه یا کمک بگیره سازمان ملل یا دیگه سازمانان بین‌المللی که مثلا بسیار که قانون مثلا تطبیق هستیم و قوانین و بشر سازمان ملل متحد که نجنینان حق چه کنه مثلا همش تعهدی فقط میدید همش کافیه ولی که همش چیزی میدید خود مسائل باید حل بنده ولی اگر تو چند اول بروت بکشی به طرف و تشکیلاتی بکنه مثلا شما یه فکر بکنید تا کردستان مثلا به جز از مرکز اعضا پردان حزبان دیگری هم هستن تا پژاک و تا حزبان مذهبی هستند یا دیگه حزبانی که هستند استقلال طلبن حزب کمونیست هم بوده هستند که مثلا حزب کمونیست کارگری یا که مثلا کمبله یک بخشی که البته کمبله مرتدی نه دیگه کمبله که بخشن شاهن دور بودند آینه هم جمعیت کم نه به تظاهراتانی که اروپا هم هستن واقعا نسبت جمعیتش نسبت به احزاب دیگه کردن کمتر نه حتی مرد احساس کنه که پرچمش هم بیشتره حداقل وقتی که تا سکول نبوده حالا جهان دیگه من نزانم تدای جمعیتش سک بازه بعد شاید مثلا مردم گیندیته تا هر یکی چشم بیاتن گویت پارسماتن تظاهرات است و تننده یا معاوضه یا جاگای کردن ویت که جنگ بوده یا چه باشه که منی میتی کارو میتی و بعد همو ده مثلا بحث میتگه چون یک زمانی هستید که حزب سیاسی شه باید بزنند که برنامه وقتی کدی اجرا بکنند وقتی سیاست کدی اجرا بکنند و کدی هستند که همراه با مردم حالا اگه هم باز لوتن دیما باته یک تو قدم دیما باته حزب سیاسی نقش همیشه که خب ماشی تنیش هم جتا کسی که آخر بلوچه که دیما باشی ها یاد کردن و مشمول لوگا هم خوب کندی و بسیار یاد چادری بود تگن تنو رفته این بری کوها بری اینگو بلوچستان کوهستانی منطقه بود آب که اتکه آفشون بجن لوگا نگاه بسیار آفشون لوگا جنگ بیتن کار پتی راه براتن حزبانی کار همشین
بیلش دستا بیتند که کاری بکنند که وادی طوفانی که انقلابی که انقلاب چون یک چیزی سریع که مگر اینکه یک سری تغییرات مثلا به شکل مثلا دیگه داویدی ما برای که آبادی که مردم کاینده را مبارزه کنند که بعد یک بحث دیگری که ترم سیاسی مثلا مارکسیست پای کنند که این افکتی بشن که پای ما شده ایشون بحث کنه یک اشتراک مثلا یک بالانس بین مردم و دولت وجود که این اشتراک باید وجود بیاره شیان یک چیز خیلی ظریفیه که بازی کشوران تشبیه مشابه بیتگن نتوان که جور کنه لحظه دیگر جور کنه لحظه یا مصرف کنه بیته بود لحظه جا نبود خود یک بحث دیگری بچه شی که تو بسیار یک پروسه دموکراتیک که کرده مثل کشور از پاکستان نتون شهر بکنه ولی هندوستان عرض کتکشی و دلایل هم مخصوصی هستین تاریخی هم هستین زمانی هم هستین رهبران هم تاثیرش داره ولی خب ما مثلا ادا بعدی که ما که برای خود برگردم همشین که ادانید که مثلا باید حزب سیاسی نقش همشین که دیت وقتی آن نقشه به درستی اجرا بکنید که مردمانی همراه بیتن تمام گشت اگر بیتن کامو که دیگه ما بکش مردم بله سعی میکنند که انقلابی که مردمانی انجام دیگه پروتی نامی کرد حتی یک شخصی هم برای پروتی نامی بکنید اگر هم چه اتفاقی کافت خمینی زمانه دیستن خمینی دور کنه هم دور مشکلات کرد شی که مثلا جامعه تو که حزب سازی شهر بیتن ایساکی مهمی گپی باید میبیتن ولی خب ایشی نباید بسیار جلوگیری بکنید یا قدرت مردم و یا سعی بکنم بگوشی که مردم درو مریگن کسی که متاسفانه باشه دیتا اگر لوتیتی تا کسی تمامی مردم و تی حزب تو بیاریتن دقیقاً هم یه چیزی بیتن متاسفانه تا اتحاد جماهیر شوروی اتفاق کرد یا تا حزب کمونیست چین اتفاق کرد یا مثلا تا کره شمالی اتفاق کرد حتی کشورهای مثلا عراق که بحث بوده است یا حتی تو ایران محمد رضا شاه پهلوی آبادی که از راستاخیز یا خرج کرد گشتگی که گایا که نلوتیت حزب راستاخیز بیتن در وگل مولکا شنت که یعنی حوار فقط مریگه و یه مثلا به شکل مشکل جور کرده ولی خب همه چیزی که مثلا ابتدا وقتی ساک مهمه که حزب سیاسی تبعیت ترکی دموکراتیک بیتن تمام مثلا آفریکا نشنال کانگرس و مثال جا به سرطان خود میشه حزب کنگره هند مثال جا همین دعوت حزب جمهوری تا مثلا آمریکا یا مثلا فاندینگ فادر که بعد به شکل حزب جمهوری کارنده حزب دموکرات به مثلا وقت سازماندهی کتگه و دا مثلا آیانی که مثلا به شکل وقت دموکراتیک تو جمهوری دموکراتیک بودن که و آخری گپ هم شد که بعدی که یک کشوران دیکتاتوری مثلا به شکل انقلاب بیتن ارتباط عربی بود تا ایران چه موضوعانی سخت مهمه که توجه کنه بیتن همشین که اجازه دیگه بیتن که مردم به کار کنه وقتی احزاب سیاسی کمک کنه کایان وقتی در واقع کسایی وقتی کایانی سرویس دیانتن اسیستنت شوانتن نه تا شرایط بلوتات که باشن که نچمی هندیگان دیگه بود منی گنو من پورتگو منی دستا بیتن اگه همچکاری بیتن تا آخر وادی ازبان دیگه گروه هم وقت تیار کنند هر چیزی تا یک کشورن تو کا آینه کلوتش تمامیت خواهی کنند چه احزاب مذهبیت هست یا چه احزاب ملیت هست جامعش متاسفانه مشکل شکل دادن و امیدواریم که ما هدف هم شد ما بسیار چه چیزانی که اتفاقانی که الله تاریخی که افتگان قدیمی ترین و تاریخی نزدیک بودن ما بسیار که یاد بگیریم دیگه خوب کنیم ببخشید با توجه که موضوع ساکی لند بالای موضوعیت مثلا گوشگی گپ جندگی و تعریف کنگی تیم لاگه تا مثلا یک گپ ما دیگه دارن بگشون ولی خوب به هر حال مزام سنگتان دیگه وقتش هم گپ هستین و جستش هستین او تیابران شمزه کوتا گرون و با تشکر چشما من تو ناصر جان تی باز مهربانی باز باشین گفتن تو برای ما باز در بود و سنگتانی که آرتیگان بورزا من پیسر چشی که بلوچند دیوانا گپ بکنن آن فرصت سه تا 5 دقیقه که بهتی گپ بجنن یا که بهتی جسته بکنن تی و دیگه هم مدراتورم دادبانی کنم که اگم پیغامی چیزی که جعلا هسته و جسته هایم وقتی آنجا دارم بورزا بکنم بلکه گپ کتون نکنم یا که اگر کسی هسته بودم لوچی توتی گپا مثلا اگر بودم بر چنلوشن تو نظام چی معلوم باشید اگر بودم گپا جاته که مستقیمتی پیغامان را بداته سنگت بلوچ و غرش سرا و جا که تو نانتی مثلا پدش میدام مسیجا بوانانتی یا که منویت سرا بلچو کمان شما بلکه من دازگاه که من تو منو گپ بکنم یا پیل کنه که مگه اندام مسیجان همین آترا که آن سر دیمده آب گهته بودم گوشته کنم
و من دیگه میکروفون دونا واجه شهریار جانم شهریار سنگ شهریار تا دیگه پام بجانو تا پنجه تا سه تا پنجه و پدرنده ما دام نوبت واجه رسولا واجه شهریار تگاه خود کنه سلام و سلامت و واجه سنگتا و واجه میر ناصر عزیز امیدی که شما درست وشت تیار تا ای سازماندهی واقعا حزب مردم بلوچستان تو که هست چونکه شما وقتی هم بلنگو قائبتا و شما مدیریتوران ماشاءالله مشخصی مدیریتوران تو با نظم و ترتیب شما دیوان من همشی واش بیتی ما هم کمک کنه که چه وقتی ناشری دست بکشن و سازماندهی مردمانی کرده و ما پس سازماندهی گفت من دوست بیتین چیز واجه ناصر هم خسته نباشیدی باشین که واجه یک مزنی سفری تحاوید تا و بهرحال واجه ناصر مدام سفران تو که بله امید کشین که سفران که روتے بلوچ راج واسطه باز صوبه چیز ببند تو هیچ وقت هیچ سفری یا هیچ میٹنگ یا دست حالیک میت و ایسای رو چه اخیر ما واجه ناصر به شدت نقد کتا و بله من نقد یعنی مشخص کامنتی آرگومنتی نبید تا فقط ما همه گوشتا که واجه ناصر اگر میٹنگ یا شتا و به هر حال واجه رضا پهلوی دیوانه شتا و شن آین که اسی فقط ما همه بحث سر باز نقد کتا مزنه حالی هم رستا برای چی من فکر نکنه ناراد بی زانتی که اگر 354 روچی 6 روچی سالی اگر 355 روچی حقین که نقد بکنتی همه دموکراسیت که آزار سیاسی کمک کند که آزار سیاسی بروانت دیما اگر یا یکی روچو من نقد بکنم گر ما چوبی دموکراسی و آزادی نلوٹا منی واسطه و چارلین که همه خامنه‌ای باید حکومت دستا بکن که شفا داشت البته ما واقع کفتگان چونکه عربی کنز دار خسته تا ما 15 دقیقه اول ما لوز بودم از دست دادم من از آن 15 دقیقه اول گفتی بیتم بل دومی 15 دقیقه ما که گفت گوش داشتم اشان چیزایی هستن که کچی اتفاقی کبتا یا امریکای تو کچی اتفاقی کبتا بله آ چیزی که بلوچ راج و تی عذاب سیاسی و تی جوتکار سیاسی اچی انتظار کشی ہما چیزیں کہ ایک نوکی چپتر سیاسی پر بلوچ راج واسطہ لکک بھی انچو کہ مروچی ما افریقہ جنوبی بارو وانگیں یا ما مثلا امریکہ انقلاب بارو و ابراہم لنکن و غیرو ظالے کو توماس پین و شن بارو وانی کہ بلوچ سیاسی جوتکار و سیاسی موومنٹ ہنچو برو دیما کہ یک نمونی بھی بیتی کہ آ کتابان تو کا لکک بھی و دیگه مردم باید بیاین آین پوان و یا جودکار سیاسی باید هنچی جاگا یا کمپرومایز بکن فلیکسیبیلیتی بی پکایی واسطه پاوتی راجه واسطه و هنچی جاگا باید دوی پادا و یکی بوته توکا بکن تو پوشتی پدا هم راج باید آیا فولی سپورت بکن نی مانا گیشی کپی نیست بله من نظانه که اگر فرزن انی واجه ناصر معقولا تچی انداز گندی و توانید اشیا بلوچ جنبش بارو ہمارا یک 2 دقیقے بگوشید که بلوچ احوالات چطور وگنده مت اور ڈنڈا تو کا بیارال مسئلہ کو واجه مولانا عبدالحمید صاحب کو وتی راجا بیارا راجی کو سوا کی ہستی آکار بیگا بله امید کشیم که واجه ناصر اندر کاتبی اخلاص آمده امید کشی که واجه ناصر همی چمشان کمارا بدند که ما بری بری چوزانه ما غردل مردمی نیمه چاره که جنبش میکر رکوی ہیں بله مرکش میکر پدا باندر روچ برانتی و پدا دیگه
حساب کتاب پاچ کنه تمشی واسطه مارا چیزی آزاد سیاسی و سیاسی جوتکاران چی انتظار هسته که ای تسکینه در ای کیاس تیما مارا بدیان. سلامت صوبه باته شما شپروچ واشباد. من تو شهر جنشتی جوسته امید کنم که ناصراتی جوست با واشیگه تو ناصر جان برای آدیگه اگه جوسته بکنه یا که تو شهر جان بس باده مکران جواب دادن شهریار جانیگان دیده تو گشته و دیگه در حال نشید مزنی گرفته نت که مثلا مردم بگه آخه درسته که هر کسی هبرا تو بوانی تن و باز باشند و همه گپان هم دام فکر ماش مگاب جدا کمی که مردم به فیلسوف و انت سیاسی تا رهبران و تا جنبشانی و خوبشان مردم باید بحث بکنن و سرپرش بیتی پخته و بیچایانه یواشی گپین ولی خوب شی که ما رابطه که تو دادن ما را گور هزار پهلوی نگندونه دی بوده گونه هم رابطه ای بوده البته گور کسایی گور هزار پهلوی کار کننده مثلا تامی چی نامنی هفت شش نفران هشت نفران خوب یک سری مردم جا کاری تین دیستگن تی داودا یک سری خبر و گپ هستید ولی ما را گور هزار پهلوی البته نه که ما گوش من نگپ ندینم و پیاسرم وقت سلطنت طلبان یا به صلاحت استقلال طلبان یعنی که چه ایران جزایی لوتن تنشته بحث و دیالوگ بوده ویشه ما چیز عجیب غریبی هم ندانه تا دنیای سیاست ها خب برای یک جامعه کار کنه تا جامعه وقتی کشوری بیتین منطقی بیتین تا که بین‌المللی بیتین تا کسایی نده که همیشه تی اسلام فکر نه یا تا یک سری مسائل گون تا فکرن یک سری مسائل گونش کار کنه بله خوب یک چیزی همی که هست پسر خوبیه که بلوچستان تو کانی اتفاق که پگنت واقعا خارق‌العاده زاهدانه و همین شوگشت مولوی عبدالحمید نقش هم واقعا نقش سکی مثبت و خوبیه تا این برنامه‌ات ولی خوب ما تا حزب مردم بلوچستان پسرتون هم تا این کنفرانس و جلسات هم بودگید و چه به صلاح گروهان مختلف کشتگند ما رفتگید و اگه شما شلوته بنیم مثلا بلوچ نظر مطرح بکنه یا به عنوان یک کسی بلوچی بده بنیم وقتی نظر از یک بلوچی مطرح بکنه ما رفتگیم و وقتی نظر مطرح بکنید و مردم مجمع رو وقتی خوب تو مشخصا ایزولا به بهترین کتی برای خبر بکنه و یه طریقه به مردمان تو پاجاروک به آینی خوبی از آنه آتی خوبی و بدی از آن انتین و یک شکلی هم تا شرایطان مختلف مردم چه ارتباطان استفاده بکنید که شما به صلاح مردم واسطه سیاست رو که کار دیده و ما بود رابطه این خوب جنبه حزب مردم بلوچستان مسائل مطرح بکنیم و در ضمن هم مردم مثلا خصوصی نیندی گونش مثلا شاهی وارتن و گپی جانتن و بقول ماشا بلوچستان مثلا وقتی نایی گرده کاتی گویا هم نشته و گپی جت خصوصی و یا مثلا یک انوایرمنت به جلسه که تو بزن آیان چه لوتات مسائل طریق ماشما مطرح باته و این هم شی هم سک مشخصه که ما به عنوان یک حزب مثلا بلوچی حزبیه تو به عنوان کسایی که در مسائل بلوچستان مردم فعاله بخصوص هنگان چیزانی که مردم ملکایش کتگن چه ملکه مردمش کتگن بخصوص آنیک فعال تا این مسائل مردمش اشکوند به هر حال طریقه مختلف هستند ماشین دنیا تو کاوت پیام رسینند ما کوشش کتک آین پیام برسینید و به مردم را که او در به اصطلاح آیان ای لازم هر لحاظا چه انتظاری هستند چه جامعه که خارجی کشور تا چه جامعه که به اصطلاح اصلا گشتن چه ماشا بلوچان خوب ارتباطاتی گشتن امکاناتی گشتن توانمندی گشتن آین به اصطلاح انتظارات چیان و آین گویا در میان هشتگند و یه خوبیه که نقش این که ما چما اول هم از مردم نقش می تعیین کنه که در واقع توار مردم بلوچستان بیتن ما میگه بر پیسر هم که بلوچ مردم اجبا حکومت تهران حاکمیت مطلق قبول نکنه میشه ما بازی کنه چه قاجار زمانه بیتن تا پیسر گیرن ما کاری نیستن چه پهلوی زمانه بیتن چه همگان به اصطلاح آخوندانی زمانه اجبا حکومت مرکزی قبول نکنه توتی تمامیت گوی رژیم ما بازی کنه بل خوب با شکل نتون تیگری مسائل نیاز از بین المللی جان دیگه مطرح و ما هم نتون تا وقت دلین کاشته ما دا کمش مراوتی محدودیت هستن ما خود رو کار کنن و زندگی هستن تامید و اصلا نتونه هر کاری رو دست بزنیم بل خوب تا جایی که دست رسته یه توار بین تا سازمانان بین المللی تا به اصطلاح و سازمانانی که ایرانی هستن جهانی که هستن بریم فقط بده خبر بکنیم و تا تورنتو خوب باسین جلسه تی بود تگانی زمانه نظام تا آمریکا جلسه بود تا تورنتو پیسر برنامه دیگه بود تگتن این برنامه که ما رفته گفتیم کاملا جدا چهانم بوده و اعضای جمهوری خواه و چپ و مشروط خواه و تا به اصطلاح گروهانی که اعضای ملیت ها هستند ایشانش هم یا دعوت کنه که بیان بوده گپ بزنن
نه که مثلا دیگه دعوتی مثلا بیان خرج و پول و شام بدین هر کسی برود وقتی مثلا حساب وقتی بلوه خوب آیا هم که ست دارو که دیتا سالونش گرفته و امکاناتش فراهم کرده که مردم بتونن یک دیالوگی بیتی یک ورکشاپی بیتی یک پژاروکی بیتید و هم تصمیم گیری بیتید که مثلا ما دیگه میتونیم ادامه بدیم این بحثا و به چطور که بتونیم مثلا وقت به عنوان اپوزیسیون سرجم بکنه چه خواستانی بخشان متفاوت هستند که بعد این مدتی که مثلا بجایش مثلا یه خبران مردم در رادیونا و تلویزیونا یا چه دیگر مستقیم و غیر مستقیم چه دیگری بیش کنته دیم پدیم ما یک دیگر رو ببینید و به شکل سازمانی یافته و سیستماتیک و مثلا مطرح بودند و یک همچین چیزی بود. حالا من نزانم چه کجا شیعت که بوده حالا واقعا هم هیچ مشکلی هم نیست اگر رضا پهلوی هم تا جلسه دعوت بودیم ما رو واقعا ایرادی نبوده چون بازی سنگتی هم همین فکر کرده که کنگره ولی بحث بوده که اگر رضا پهلوی بیم ما نه ما گشتن ما رو ما قدیما هم گشتن ما رو و اگر استقلال طلبا هم بیان لاتی گشتن ما نه ما ولی هم رفتیم یا در حد دیالوگ بحث و شما چه پیشرفت 20 سال تا زمانی که از مجبور کنه بوده ما رفتیم و هنگام هم رو ما ولی جلساتانی که بودن بعد ما حزب جور کنه تود هم سلطنت طلب بودن هم استقلال طلب دانمارک پارلمان اگر شروع بودن ما چند بود هم رفتن پیش شایی هم جلساتی بودن ما رفتیم ولی رنج شایی هم موت حزب کتا هم تمام جلسانی که ما رفتیم هم استقلال طلب بودن هم سلطنت طلب و اگر لازم پارلمان اروپایی بگن در اوایل دانمارک پارلمان که ما رفتیم اوایل 2004 ژانویه فوریه 2004 ما بود هم سلطنت طلب بودن هم استقلال طلب و هیچ اشکالی تا این مثلا نبوده که بحث بکنه ولی خب اشی که مثلا میگه که مردم همکاری بکنن آپد یک بحث دیگر است که ما شرایط هم باید گذاشته که ما چه شرایطی تونیم بیایم توی منشوران به نظر ما تمام گیرام یک شکلانی خوبیانی هستند ولی خب با که عملی و پرکتیکال تو عملگرا بیتین آیی مثلا این برای مهم بوده خب ما تماس گرفته بوده در رابطه با هر موضوعی ولی خب تو وقتی که اتحادی روه فقط دوبارگانی قبول بکنه چایی به طرف فایده مرسیده فایده هم نیست بره یک اتحادیه تو هر اتحادیه رو لاتی مردم مخالفن لاتی مردم موافقن و همه مثلا هر منشوری که ما ادامه دیسته تمامی مردم همه خبر کنند که مثلا تا بلوچستان هم تا جهان دیگه هم یه فشار هستند که شما مثلا پرچی تا ائتلاف نروگید پرچی تا ائتلاف نروگید ما خب همین مثلا مطرح کرد ما را هیچ ایرادی به یه ائتلافانا تقویتش نیستند بلکه مردمش چاره گید که چطورکا مسائل مطرح کنند و چطورکا به صورت کایند عملگرایند عملگرایی عمل کنند و اگر ماشان دیستند ما ولی خوب گونش برام و دوش تا یک اتحادی وربه تا لاتی مردم رو بارانت لاتی مردم تر شهر بشند ولی خب اگر تو به صورت انتقادی قبول کنه یک ایراد قبول کنه تر باید فایده هم برسید این منشورانی که تاگت یک بودن باسوس نبوده مثلا همه اولی منشوری که یک بود در رابطه با ما 20 نهاد دادگاه شیطان به شخص مواد پیشنهاد کرد که مثلا کنگره و یا مثلا همبستگی و شورای دموکراسی خان چری حمایت بکنند حالا ممکن دیگران ذهن همی بود مواد شخصا همی به اصطلاح انشتی و مثلا بودی سنگتان گفت جد که نمایندگان ما بوده که هستند حزب که ماشا شهر که مثلا چه شاید دیگران یکم که مترقیتینه چه عملا مثلا بدون شیک ماشا تا منشور به پیوندی و حمایت بکنه و یه چیزانی هستند که تو مثلا یکی از ایده حمایت کنه یه چیز فرق کنه ولی تو بلور گویا که بره و عملا کاری انجام بده اولی تو باید بچاره کشی مثلا انتقادانی پتا بانتین آیا چه ارزشی هستین و مثلا کمک کشی تا پتا کانتی چه ارزشی هستین فایده چی بیتین یا به ضرر و فایده یعنی چاره و تا اگر تایی منشورا خوب ما پیش رفتن آمده کنگاش تجربه که الله بین‌المللی دیگه جاگا مردم دیسته یه دیگه گیری دیسته چارید که خب همچون به اصطلاح مفتم مرو یه جایی و هیچ راهی هم نبندیدین چون انیگان مردمانی که تو زایدان تا خیابان آیند یا تا ایران شهر یا تا سراوان یا تا جهان دیگر ایران هم تا خیابان آینی خواسته فعلا ابتدایی چیه تو ولی کادر در کپنته سنند جاتا زایدان خواستش مهمترین خواستش چیه مهمترین خواسته آیانی که هنگام به صورت بررسیش کنه بر اساس آیان بیم برای و ما هم چاره که مثلا خاص مردم زاهدان و بلوچستان هم مثلا ولی که کندرا آینی خاص چیه کجا هم به صلاح کجا نیمه بره و کجا هم کار پایان مهمترین هنگام چون یک حزب سیاسی ما دام باشه همیشه وقتی برنامه سیاسی یک حزب دهانی سال صدان سال هزاران سال ممکنه اجرا بکنه یک سری کاران هم مثلا موقتی تونه و حزب برنامه وله بره دنبال یک کاری که مثلا مردمان چطور ورته و یک انقلابی شرایطی تو آیه مثلا بتونه دیم او بره که خواستایی که مردمانی هنوز هستن پورا کنه بیتن تا دیم کار انجام دیگ باته و پای خاطر که یک مسئله پیچیده و خب قابل بحث و
که مثلا مردم پیش چشی که جست بگنن طرفا بیان معکوب بکنن آی خوب میشه جامعه متاسفانه رسمی ما وقت ذهنگرایی کنین و یک سری چیزا وقت فکر کارن و بعد فکر کنشان واقعیت باته در حالی که همچون نه چیزی نه ضرورتا ما خب باز برای شهرانی بوده ما همیشه ته واشنگتن رامون ولی خب رضا پهلوی هم دانه و اتفاقا جایی که هم از گشته ما بود رام زندگی کنه و سیاد وارسی زندگی کنه ته بود رضا پهلوی لوگ ممکنه حدود 20 دقیقه فواده گمراه ولی ما هیچ رضا پهلوی بود 20 واسه هیچ ربطی هم به هم دیگه نیست یک جای به یکی هستین حتما گندگی حتما تو گاهی رابطه بیتا حتی ما پیسر هم گوشت که ما بیچ مشکلی هم نیستند که در کنفرانسانی شرکت بکنیم که افراد متفاوتی ببندید و فقط اگه مشروط ببندید نروید مثلا لایت بگوشتید کنفرانسی بیا ولی مشروط نیست مثلا بیه شکل اما آدم نروید مثلا بتون آزادانه برای متحبرا بکنه اما در وقت خیابان را ایندا متحبرا کنه هم در وقت مجلس سوی در متحبرا کنه که کنفرانس ایرانی هم هر کسی بلیتی او در راه متحبرا کنه سلامت به تشکر سلامت به زنده ناصر جان امید کنم که شهریار جان اوتی پاسخ به شهری سر گفت و چیزانی که تو گوشتم و شهریار هم مروچی ما 5 دقیقه وعد داده تو 3 دقیقه بود بله من وعده 4 گام که پتی هم واسه شهریار اوتی چیپ و امید کنم که آدیگه سنگت هم چوتی وعده رایت بکنن تو منی الان وعد کم ما پدا 4 گام سنگت قبل که 3 دقیقه تا 2 دقیقه 3 دقیقه جوستان بکنن گهترین دیوان شرط دیما روته و دیگه دستبندی سنگتانه کنه کاینت که برزا و تیجو ساگه بکنن تو پدا برانجارشو که بهتره که دیوان شروع کنه هم تو دیوان واشته دیما بروتی و شنکه من گوره انی وعده دام واجه رسولا که واجه رسولا و جوسی هسته دیگه واجه رسول که من گروه پدر دیوان کلو که دارو من که دستگاهی هستم واجه محمد دیما بارتی واجه رسول اگر جوسی هستن و یا که نظری یه بارو توتیو کنه و شنکه وعد تیگی سلامت باد سلام دیوان برات عزیزم اگواری هستن بی هستن بانگو بی من لیتونی هم باید من نوشتگد آبانی جست اشیات که سرگوست یا سرحال راجی زنبشتای سوبین بگه راه رهبند باید ناصر کم که چمشانگ دا لیبی و یمنه و افریقاه کنچو گوشتی که نزوری که عربی ها بودتا و مصرفت نبودتا ایشی کاملا درسته من ایشی سرگپ ندارم بودی اطلاعات این مورد از کمه و این جوستا همی بودی راجی زنبشتا بودی بلوچستان باره که من نوشته ایتن جستشون که راجی زنبش اصلی متحد و همراه کجا بهرند بلوچستان این مقصد واجه ناصر جان همین مشروطی بلوچستانه تو همین بلوچستان حساب کنه و آدیم بلوچستان تو فکر بکنه یا مکنه مشتینه ولی گشتر همین دیون مشروع راجی زنبش اصلی متحد و همراه کجا بهرند این من کجا هم تک کند کجا هم قشرند یا کجا هم طبقند راجی زنبش داخلی یا بومی دشمن کیند کجا هم قشرند من این جوستا چه واجه ناصر بریدیه بکن من پیسر نوشته که شما من موقع بودم حتی جست بکن که راجی داخلی دشمنان که بومی دشمنان تا ملک تو کار نشتگن گویی ظالمی حکومت و گوه رو همراهان گویا حزب و تنظیم چطور رفتار بکنند این جست دیگه جستی واجه ناصر جان در تیم ملت ایشین که سلاحبندی جود یا مقاومت مسلحانه که من بلوچی لفظ بلکیمشیت یا آینه درگیت نکو سلاحبندی جود یا دفاع مسلحانه یا مقاومت مسلحانه یعنی دفاع کردن مسلحانه شما حزب و راجی زنبشت دیما برگاه شما به حزب خیال و فکر چی بشید شما چطور فکر چی کردی چه لازم زانی نزانی بچه شما گشته بچه ما طرفدار اما مسالمت آمیز و این چیزا و گشته توریزه این چیزا کنی بله شما زانیه که بلوچستان توقع سرزمین توقع عاملی که مسالمت آمیزی مبارزه بیتن در لحظه حساس یعنی کارخانه و این چیزا روشتک تا که مردم اعتصاب بکنن تو
یا مثلا کشاورزی نیست که مثلا دهقانان زمیناشون مطرح بود کار یا این چیز نیست. شما با توجه به وضعیت فرهنگی جامعه بلوچ که آدم بلوچستان باز جنبش این سرابندی جایگاه شما حزب توکا چیه؟ پس این دوی جستان دیگه جستی بنشیک شما من باید کم سرپادم شما اثر و تاثیر یا اینکه آدمی بلوچستان که سرابندی جودن کردن پارلمانی جود کردن شما خیال روشم چیه؟ من نتوانم بازی جستا بلی آیان ما آدم براتم موقع برسید که به نتوانم که جستا جواب بده. مهربانی حاج رسول ناصر ماکشمیه بلرند شهر رسول من ندارم نوبت که ایگه اگر تو بگشت نوبت آنم یادداشت تو که مایک داد نمیشه ملک تو در بود نوبت نه ما در نبود نوبت واجه بلوچگین و پدرم واجه علی و شبیر و دیگه بک چنل هم چمشانکی بده سنگتان که دان هسته من ترزید کانتر کنیم شهر مهربانی حاج ناصر ماکشمیه سلامت مهربانی باز مهربانی رسول جان توسی شهرین جستان دارد بسراشی که کجام ترکان بسیار ما انقلابی زانید خب هر جامعه و شرایط هستند یک سری چیزا هستند خب ما شما زانید که تا یک جوامعی هستند که پیشتان و یا طبقاتان شریص را شکل زورتر و بودا یا جامعه جور بودد که هر یکی بیا شکل بودی کار و زندگی کنگید و زانک بیتید که کجام بخش کجام شکل و تا سازماندهی کندید و شما وقتی مثلا نقشش هستید تا جامعه بستگی هستید تا جامعه تو که کجام بخش جامعه وقتی نقش زورگی کجامعه تو نگیم و تا سازماندهی کن کجامی تو تا دیم آورده خب مسلما یک تشکیلاتی که مثلا خاصی مثلا بخشی جامعه لوت نمایندگی بکنه کوشش کنه وقتی همه مردمان سازماندهی کنه کوشش کنه همه مردمان دیما بیایید همه مردمان مثلا که آی فکرند که رنده مثلا انقلاب یا تا جامعه همه چیزی که گوشتن مثلا بالانس قدرت رو کنه میتونه وقتی یکی بگیرنده آیا سازماندهی کنه دیمش کاری تند که مثلا هم به شکل سازماندهیش میتین و هم بتونه مثلا تظاهرات و اعتصاب و یا کاران دیگه تا کار دیگه بتونه وقتی حقا بگیرنده و خب ما بلوچستان مشخصا یه چیزی که ما زندگی که هنیگان بلوچستان جنبش خب بخشان مختلفی هستید ما هم زمان مثلا لوتین تا چون نیمگا لوتین حوازه بکنه یک نیمگی نه که مثلا بیاید هر مسئله باید ابجکتیو چارگ بیتین مثلا مسئله حقوق جنسی تا بلوچستان هم هستید تا جان دیگر هم هستید اشی خوب نبید مثلا تناکات طریق جنبش کارگری حلی بکنه که پیش داشته تا دنیا هم شید مثلا قابل حل نبوده که مثلا یک حزب کمونیستی مثلا بوده حتما یه دفعه نبوده که اعضای نصف جنین مردین بودن و یا رهبریت حتی مثلا یک یا جنین دو جنین هم اگر بوده یا نبوده اشید که یعنی اشی وقتی یک ایده یه سر بروی هم یه وقتی تضمین کننده شینه که ضرورتا آب اصلاح قشر یا اجتماع و یا جنس کالیت دیما بلکه یک سری کاران پیچیده تر هم یک مثلا توکا و دیگه مسئله که هستید مثلا خب طبقات اجتماعی که بلوچستان هستن آیا کجا امانت آیا خب مثلا ما را که تمام ایران شما مردم شما تا بلوچستان جایش کارند و هستن تا موهای گیران بودن تا کشاورزان بودن تا آنی که دام پرورن تنگان مردمانی که به حال عنوان کارمند کار کنن و کسانی که متاسفانه دستمزدن و متاسفانه با تو شرایطی که بلوچستان و مشمق هستیم مرچین دنیا یک شرایط مخصوصی هستند مخصوص تماشا بلوچستان اشیاء تاریخی هم شروع بود که بعد اینکه مثلا مردمانی که روان در ملک کار کنند که به شکلانی که هم خوب کجا بخش از اجتماعی قرار گرفتن و یه وقتی یک سری چالنجانی که جامعه بلوچستان شان اگر مثلا شما بتونه حلش بکنه و توضیحاتی دیگه بیتانی که بلوچ جامعه شناس و مردم شناسان کشانی مثلا توانمندی مثلا مواد خوب در رابطه با این موضوعات بخصوص بلوچستان شرقی بحث بوده که مثلا ودا لاتی یاتگا مثلا چون جنبش ملی کودا بوده به شکلی از تاریخی مثلا اولی شخصانی که ودا نقشش صورتا و مطرح بوده مثلا یوسف عزیز مگسی بوده رئیس طایفه مگسی بلوچستان بوده که مثلا انجمن اتحاد بلوچستانی حرکت جنبش ملی بلوچستان بوده چه سر زرت خب متاسفانه آیم خوبتی یک مارکسیستی زانتی زلزله یا مثلا کویته بین رفت زمین چند بوده کویته که ماشاءالله بازم جوان حتی الله سنی مثلا بدشانسیت بلوچ جامعه واسه که یکی چه بودی بهترین رهبران و شخصیتان تاریخی بودی سک جوان ای دستی داد
کسی است که خوب رای هم هدفی در واقع ما وحدی خوب اتحاد بلوچستان هست. مثلا نقشه‌ای که داده که بلوچستان هدفی هم شد که تمامی بلوچستان شرقی و غربی و شمالی و درستی مثلا یک جا ببنده. خب باید شرایطی مثلا مبارزه که جامعه انگلیس هست، اگرچه در تعبیدت این وانگو طرف انگلیسی های نشتش مثلا منطقه کلاتویته، بله خب یک مبارزاتی بود که چند آوادی بود آوادی هم خب همه شکلا بوده دیگه. آیا هم مثلا اول تظاهرات دیگه یه شکلا نیتند که مثلا حتما طبقه کارگر بیتین یا ما ایران بلوش بیان یک شاورزای دام پروران، بلکه بیشتر تظاهرات هم آیه بر اساس روابط طایفه‌ای هستند که مثلا یک سری مثلا تیان کدانتی و یا امکانات مادی و تی مثلا هستند مثلا اولی روزنامه انت با داتنتی در رابطه مسائل بلوچستان و نوشتارانی که هستند و کارانی کدانتی به شکلات یعنی هر جامعه توی شرایط و حرکت کردی و رند همچونه بود که بلوچستان تو کما سیدا بگشه که حتما همیشه رئیسان طایفه سردست بیتین بعد که مثلا بلوچستان استقلال هم گیر مثلا بلوچستان استمان گل یا کیز بیکو مثلا واجه بیزنجو یه دیگه امران یاد کد بودا که واجه بیزنجو مثلا بودا سخنگویش هم بوده مجلس بلوچستان ایگا که سخنرانی تاریخی هم کتی که بلوچستان یک کشور مستقل اینطور لازم نه و پاکستان به خاطر مسئله اسلامی ورو بیته مثلا بلوچستان استمان گل تا تا مثلا مجلس گشتر ره هستن و در مقابل خان سردارا هم بود یعنی چون نمیگه که بلوچستان مثلا وقتی که بلوچ مسئله حق و حقوق بیته بلوچ مردم حتما به طرف خان سرداران روانته وقتی که بگن که یک مثلا تشکیلات و رهبری مناسبی هست تو تانی حقا بگیرید این چه بلوچستان میشه جامعه اگلیتریانی بوده این دفعه نبوده که حتما یک بلوچ مثلا مردمی حتما باید در هر چیزی وقتی سردار یا وقتی خانه هبرا به صورتی همچه قدرت خان سردار بلوچ نبوده ولی خب آینه به همه شکل دیگه ما رفتن مثلا همین انیگا هم که احتیاج هم لحظه از بلوچستان شرقی سنگتان دیستن همین بحثا بودین که همین که مثلا کجا بخش جامعه یک کارات انجام بدید خب مردم تاوتی جامعه چاریتن کجا بخش مثلا تو تی کارا بکن تا معذاب چپ کم بیاتگن آیا هم هیئت نبود که طریق طبقه کارگر یا تا قدرتش گرفته ولی که طریق طبقه روشن فکر یاتگن کارش انجام دادگن خب مثلا وقتی کمی جنبش بلوچستان باید شروع بود شاه خب اولا مجبوره تات مثلا نتونتش مثلا برامتی گو مردمان دیگه یا وقت سران توایف که پژات و بعدش هم که دانشجو دانش آموزای هاتت مثلا نقش وقت بی اس او تا بلوچستان شرقی مهم بود و بلوچستان غربی خب مشوره اگر هم مثلا وقت بیان وقت بگین بیچاره که مثلا بعد انقلاب به چه شکلی بود حالا ما یه دقت کنم به خاطر کم بوده وقت به چه شکلی شما تمرکز تا این پروسه بوده هم مال دقیقا نزان آوردی که انقلاب شما معلم ته دانش آموزته البته تا این پروسه بوده یا دیسته که مثلا به چه شکلی عمل بود اما ایران شهر تکاندر در توی هم دیسته مثلا بلوچات چه هم نه که حتما به خانم سردار مولوی تنها کار رادی انتی بلکه ترجمه بلوچستان البته همین 4-5 سال پیش مقاله من نگاره هستن کما تیم مسابقات مقاله نوشته که بلوچ جامعه سیکولارین لایت ایراد گرفت و فیسبوک یا شو بحثش ایجادش بود و یه بحث داخل کشور به شکل در نظر با مقاله طریق تاثیرات یا وقتی جامعه مطرح بود که لایت مطرحش بود که نه بلوچستان همیشه نیروان مذهبی قدرتمند بوده که تمام مردمان سرحد اتخاذ شاهد یادگیرم نوشته که نه بلوچستان همیشه جامعه سیکولاری بوده و یک دونه چهار مقاله من گرا صرفا وبسایت ساعت در بحث بخاطر همین بحثا و تا بود هم بحثان خیلی جالبی هم بود که خوب متاسفانه بشه جامعه تو لحظی برخوردن بعد کنه لحظی برخوردن خوب کنه مثلا من دیس بوده برای شخصا مثلا اکثری کلمات زشت تا استفاده کول خیلی هم طرفدار جامعه سیکولار تا همه آوردی هم 10 سال پیش هم تا بلوچستان بازتام که مثلا همین مسئلهش مطرح کردن که نه جامعه بلوچستان جامعه سیکولاری و ما مثلا از مولویان مثلا کسایی دیگه حمایت کنه صرفا به خاطر اینکه در مقابل رژیم ولی ما در بلوچستان و بلوچستان جامعه همیشه به همین شکل بوده یعنی ایدام نه که مثلا یک چیزی که مردم مثلا وقتی چیکانتی شکل ولی خب ما مسلما به عنوان حزب مردم بلوچستان لوته طبقات زحمتکش بلوچستان تا جایی که امکانی هستیم آیین قدرت رو ببریم بالا و به خصوص در رابطه با حقوق جنینان حزب مردم بلوچستان شما اولا اشیا چی بود که ما به هیچ وجه حقوق برابری جنسیتی و حقوق جنینان را جهل برز نکنیم به خاطر مصلحت هیچ چیزی مصلحتی نه مصلحت سنت بلوچی ما قبول کنیم و نه مسئله مذهبی ها حقوق جنین مردی بلوچ با برابری و به خاطر محاکمیت کلوتین حاکمیت جنین هم پوتی بدن ها پوتی تصمیم گیری ها پوتی سرنوشت 100% هماده با مردی نگین جنین هم هستین خب مثلا شخصی مردم کار نکنه ولی از مردم بلوچستان مثلا لوتیت که بخشان جامعه که کمتر گندگوانتی آین نمایندگی بکنتی تا طبقه مثلا زحمتکش جامعه بلوچستان به هر شکلی تعریف بکنه کارگر تا ماهیگیری یا مثلا کشاورزی کردن یا پس داریتن یا که متاسفانه
یه چیزا ممکن دسترسی نیست که اگه بودتگی نتونید آیا توی زندگی بگوازینید مجبورین دستمزد بدید آینی لوت گشتر خبر بکنید ولی خب مسلما باید این بتوت سازماندهی بکنید کاران دیگر هم انجام بدادین ولی خب که قشران و طبقاتان آینه بلوچستان اگه ما امیدوارم که دماده که ما گشت که کسای دیگه بیانتشان به صورت مشخص رو منظم‌تر بکنن تا ما بتونیم شما استفاده بکنیم تو به عنوان تشکیلاتی و حزبی شما هم بتونیم مثلا بیشتر بهره ببریم که بلوچستان جامعه که همیشه در حال تغییر هنگام مثل دیگه جامعه کجام قشران کجام بخش جامعه مثلا تو کار انجام داده و در رابطه با مقاومت مسلحانه تجوز کرد که خب به شی که طبیعی همه چی بگوشی مردم باید به قول معروف مثلا بیاته ما یک باری ما ابتدا که مثلا واقعا ما باید گشتر فاکس هست باید که حزب البته که تواتت هم در جریانته به چه شکلی ما شما آمده اینترنت هستند ولی خب سگ ضعیفت با شکل استفاده نبود ما باید که مثلا در رابطه با بلوچستان گزارشانی نوشتن به زبان انگلیسی مثلا فاکس کردن مثلا به ایران هم به سفارتخانه‌ای که اروپایی بوده هستند تا سوئد و تا هلند و تا مثلا کشوران دیگه که مردم فکر کنم مثلا دیمش داده برای تصادف شام مثلا بوده راسته گفتن یک آقایی که سوئدی یا تمام سوئد سفارت و دیم داده ده شید ته وزارت امور خارجه سوئد تا کاری که کل رابطه یک سفری مثلا تا خاورمیانه جمله تا ایران عربستان سعودی که بعد دایت کو ما و تماسی که تعریفی کو و در روات و در نیندان تو مثلا خبر کنن در رابطه با حقوق بشر تا ایران گروه در خبر کنن تو بلوچستان باره و یک کمی کاغذی درگیری داده اما فاکسی که مدین داده گفت اما فاکسی ورد ولی که فاکسی که من داده ما 4 تا چیرا چون فاکس کردیم داده گفتم حزب لوگو و شماره تلفنشون هستن دیگه بعد شماره تلفن حزب هم بودیم این دست ساده بعد هم شماره ما دیدم شما گشتی شماره سوئد دیگه ما رو گوشه تماس کنم بعد از ما تماس که مشورت رفت وزارت امور خارجه سوئد دیستم همین اگر ما مثلا به جنبشانه که مثلا مسلحانه و وقتی ما کار نداریم همین جوشی کد که شما مثلا تامیز کار کنه یا فلان ما نه خب ما مثلا تامیز کار کنیم ما دیگه دسترسی نیستیم بعد خوب همین اصراری که شما گفت که خوب آقا جان شما وقت در سوئد یک پیشرفت‌ترین جامعه بل سوئد هم ارتش هستین و هم پلیسی هستین خب ما تو بلوچستان زندگی کنیم تا خاورمیانه آباد جنبشان مثلا افراطی بازینی هستین تو هم مردم مجبورن به شکلی مسلح باشن ولی ما 100% مخالف کامل شیم که مردم بتونن تا جایی که امکانی هستن نیرو مسلح استفاده نکنن و اگر هم یک استفاده کنن نباید مثلا مردمانی که هستن کشک ببندن بعدش هم اتفاقاتی هم کانتی چیزی هم نگاشت اتفاق بعدی که همیشه وارد مدت تماس از توجیه که وزارت امور خارجه وشا کارهای در رابطه بلوچستان و حتی بعد سفیرانش هم رفت چون که کسایی که ورتش بروتت سوئد ما چی همراه بود کار بکنن تیم بری ولش بروتایت که برو مثلا بگین دونش مثلا اطلاعاتی مثلا در رابطه با وضعیت بلوچستان یا ایران مثلا ورتش کسایی که بگین ما هم رفت دیستن یعنی اشید که این چیزا هستن که مردم باش ما نتونیم مثلا خاورمیانه رد بکنید که طرف باید یه شکلی تو بتونه چقدر دفاع بکنه و اشی که ما دیسته و کسی ردی هم نکرده هم تا سازمان ملل هستیم تا جهان دیگه ولی ما هنگام هم چون هم نه که بلوچستان خوب جامعه آماده بوده و جامعه شهری نه ولی یک چیزی تو بلوچستان شرقی هم چاریم بلوچستان غربی هنگام نمونه که ما هستیم این تظاهراتانی اثر واقعا گشتری بوده چه مبارزات مسلحانه اگه بلوچستان شرقی پیشرفته تظاهرات هست مردم تو احتساب بکنن و یک مثلا اتحاد خوب مناسبی بین مثلا بخش نظامی و بلوچستان نشال پارتی تو مثلا که قدیما که مثلا تا بخشی که مثلا رهبری آقای خیربخش یک همکاری هسته که شام مثلا هم تکوا و بیمش هسته و هم مثلا تو پاپولار اپرایزینگ یعنی ما مثلا چه از مردمان به فارسی کلمه ترجمه چی بیتیم به بخش ما روی فارسی میشه حضور ذهنی یا بلوچیا که مردم بیان تظاهرات بکنن شری سرش انجام دیگه و اثرش هم گشتره نگاه که جنبش بلوچستان فقط رنده به شکل نظامی رفت و فقط در کوهها مثلا بری جنگی بیتن که چین چو تخبارا که چین چو تأثیری هستن داشت تظاهرات کرد تظاهرات تظاهران بودن مشکل تأثیرش بشاره تا مبارزات مسلحانه که یک گروه انجام داده بودن کجامی اثر گشتره مبارزات مردم کنند مردمان انتخاب کنند اگه یک روزی مردم رفتن به طرف مسلحانه ما مجبوریم تا شماعت کنیم و میگود هم وظیفه‌اش که بتونیم سازماندهیش بکنه یا بتونیم مثلا کمکش بکنه توارش بگه همین دک متحققت هم بوده که بلوچستان هر دابی زرومبشتی بوده مردم مثلا بعدی که به دلیل حقوق بشرش نقض کنه بوده ما سعی که مثلا خبران دنیا مطرح بکنه و برسیندش و هم همین کارا کنه ولی شما بگید که مردمانی در یک خیابانا
چه راسکا بیتین تا چابهار بیتین تا زاهدان بیتین تا سراوان بیتین یا هر شهر دیگه بلوچستان اگه اثری گشتر مبارزات مسلحانه تا جایی که امکانی هستند مردم به قدرت مردم دیگه مبارزات تا به شکلی فقط روی مبارزه مسلحانه و اینکه ما شو گندیم که ایران هم یه جنبش شبیه دیگه ما رایم و رژیم هم لوته تی جنبش به شکلی که بلوچستان خاص این چه مردمی کشت مردم ایران به طرف مبارزه مسلحانه ولی خب رهبریت که بلوچستان هست و مردم ها باید هم فکرش کنه کارش نکنه هم یه لوت کردستان یه کار بکن که رژیم موفق نبود ولی لوت تجربه سوریه استفاده بکنه و بلوچستان جهان دیگه جنگ داخلی چه گلبدا که خوشبختانه نبود و هندگان گندگی که مردم دیگه مرا هنگام هم خوب شیک ما مثلا کدام حزبان کار کنه خب مثلا ما تا کنگره ملت‌های ایران فدرالیم و ما تا ایشیا به اصطلاح بخش استراتژیک و زانه با توجه به خواستان عمومی که جامعه بلوچستان هستن و مسلماً خب ما باز راضی تریم که ایران یک حزب سوسیال دموکراتی بودیم ما گونی همکاری بکنیم در رابطه با مسائل ولی خب تا ایران متاسفانه ممکنه در همین جایی نه ولی بخش باید وشش ممکنه ما هم اولی به خبرام گوشتیم اگر انقلاب ایران اگه بچاره دلیلی که خمینی موفق بود و یه بخش ارتجاعی موفق بود اشیات که بخش ایرانه که به صلاحاتش چپ زان کمونیست زان حالا من شما با تو به سطح چند از ادبیاتی که در خارج کشور هنگام البته باز میسگ نمیته با یک ایرانی 8 میلیون تا خارج کشور نه حتی مثلا وقتی جنبش ما چپ هم بررسی بکنه حتی به شکل درست ولی خب یک سری ادبیات لیترچر هست در رابطه باشی که جنبش چپ به اصطلاح به چه شکلی کاری کرد و جنبش به اصطلاح که بتونه گروهان ملی وطن نزدیک بکنه در مقابل گروهان ارتجاعی مثل خمینی و دیگر و حتی گروهان جمهوری خواهی که هنگام تا ایران هستن نمونه حمایت کودی چپان هستن با توجه به شیک پیشان مثلا پرژن سنتریک تایش هستند تا گروهان چپا یکی تمامیت ارضی پرش تک مهمه که لورتش اگر جنبشی هم گورمت کنترل شده بیتین اشیت که نتونتش مثلا توجه خوبه مثلا تا جنبشان مثل کردستان یا مثلا ترکمن صحرا یا بلوچستان یا اهواز با شکل جلب کنند بتونه قدرت وسیع قدرتمندی بنده در مقابل کسی مثل خمینی بتونه بوش نده و یکی در ایران همشه و همشه همش گندگن گروهان جمهوری خواهی که در ایران هستند در این خب چپان با شکل قدرت نه در واقع چپان هم به شکلی بخش جمهوری خواهی جامعه ایران بنده اشان تا حقیقت هم تا این چیزا نه مثلا به شکلی نتونه نگن مثلا یه مسئله حل بکنند بتونه پرژن سنتریک و تیتنو سنتریک در بکپنده و مسئله تمامیت ارضی با شکلی کهن فکر در بکپنده و بتونن یک ارتباط مناسبی با اعضای سازمانان ملی دموکراتیک به اصطلاح ملیتان وجود بیارند و نتونن تیش حتی مثلا شاید جز اولی کسایی بوده مخالف کنگره بوده حتی مثلا شن کنگره نباید جور بوده و یا حاضر نمیتونه در کنگره تمامیتی خبر بکنه مثلا حاضر نبود اون حزب مردم تا خبر کنه و حزب دموکرات خبر بکنه ولی شما با کنگره خبر نکنه چون بده ما تک تک ممکنه که شک با شما خبر کنه چون اوت اونم مثلا بار تحت تاثیر قرار بده ولی تا جمع ما نلوته مثلا یک کارا بکنه و این مشکل اساسی که در ایران هست و این مشکلی کاینی باید حل بکنه و ما را مشکلی نبوده مثلا ما را جستش گرفته شو پارچه مثلا کنگره هست شورای دموکراسی خانه یا همبستگی ما همه برکت کاغ جان ما نه که مثلا البته امیدوارم که شورای دموکراسی خانه و همبستگی با هم به زودی ادامه ببندن ما نه که او آدم مثل این کاری انجام داده ما از این تو بیان تا کنگره و یا یک گروهی ما بریم گونش کار کنه ولی آیا نه ما مجبور بودیم که مثلا یک بخش یک گروهانی که نلوتن متعصب چپ کار بکنه تا بود کار بکنه برای سرنگونی رژیم و فدرالیسم و به اصطلاح چیزانا اپا چپانا بود هم چون آیا مثلا حق تعیین سرنوشتش قبول ما را قبول حقوق مثلا اجتماعی مثلا طبقات به اصطلاح زحمت کشش قبول ما را قبول ما باید دیگه بخش کار کنه ولی این آن مشکل نه و این مشکل اساسی که تانگه جنبش ایران هستن بعد همین مشکل جور کردن فواتش فهمیش که ما شاگردگین بعد بخش به اصطلاح مشروط خواهان یا مثلا سلطنت طلب چای موفق تر عمل کردن اما در بود مثلا متاسفانه چپان باید مثلا نظام البتهشون بی تجربه من نظام مردم چی چیز زندگی بکنه تجربه بکنه به چه شکلی ولی خب بود هم ناموفق بودن و این مشکل نه حاضرین که مثلا پروژه یک بخشانی کار بکنه و یک بخشانی استراتژیک کار بکنه سلامت امیدوارم که جواب دادم مثلا جواب تو نداد ولی نیروها که مهمه جوابیه وقتی من فوق و سعید و مالک علی برات که تو شیشه ما بزنم باز تا موضوع تو وقت نیست من خبر نکنم نظر نباشم و یه نظر من شیعه جستا جواب بده بریم شیعه که نیروهای ارتجاعی بومی و علیه
که راجی زنبش دیما گوشتاتگن چما انقلاب بود شما ساک ورکو ملاگون بودن یه دیما آدیما راستان یا چپن ایشان و چمشان کی بده که مشمه راجی زنبش دشمن بومی بود دشمن داخلی دشمن یک کاش شما حزب هیچ چیزی عبارت نمیشه کنسرواتیو برخورد کنه محافظه‌کارانه شهر جواب بده و تا شهر رنده و تیم رسد دو دکرنده بی تو چیزی باش که در مورد جنبش ملی و قوانین که شاید من نباشم که جستا جواب بده رنده تیم واسه ما میشی باید نظر باشم. سلامت بخواد بعد همین مسئله پیچیده است بودن تا اگه بیاز بسیار همین نیرو ارتجاعی تو شما حزب هیچ چیز نمایشتشی باشه باره حکومت شما جنگا کشگا بندگا اوگر بانگو حکومت ما شما اصلا موضوعی نکنید. سلامت بدم خوب مسئله همشه که مسئله همه براتی مسئله خوب یک مسئله پیچیده است چون که بلوچستان چونه که مثلا ما بگیم یک قشر اجتماعی ویژه من مخالفه یا من موافقه فعلا در رابطه با جنبش ملی دموکراسی خواهی تا جامعه هستیم و جنبش مثلا یک سری حقوق و لوتگین اشاره مثلا ما بگیم که مثلا مخصوصا یک قشر مثلا مخالفه خب مثلا ما دیسته هم مولوی عبدالحمید خب به هر حال ما دیگه چه بسایی موضوعی گرفتگان که حمایت کنگی یک زمان یک سری موضوعی گرفتن ما برای اعلامیه داد و اعلامیه ما هم موجود است اگر مثلا کسی که رژیم آورد مثلا ما را گرگ و بنده و جنگند ما شما را مثلا به چیش کته خوشم بخشن گروهان اجتماعی متفاوت بودند حالا مثلا مسلما زمان شاه گروه یک سردست و حکومت همکاری کرد سردار و قوانین بلوچستان با توجه به جایگاهی تا زمانگاه هستش و هنگاه خوب گشته قشر مذهبی بوده بعدشی که انقلاب اسلامیه و شی هم ولی خب همزمان هم مردم دیستک مثلا ممکنه محله و کارگر و بلوچی که مثلا اشاعره تکوهای آیا مثلا تپنگ حکومت دستا بوده یا مثلا ور بوده گون این مثلا به شکل پیچیده تره مثلا همه دکتر سرحد مثلا بگوشه وقتی که انگلیسیت خب یک سری توایف برلی مبارزه کو یک سری توایف فور بودن دیدن نتونه بگوشه صفر سه توایف مثلا همزمان با هم دیگه متحد بودن 4 توایف یا گشترتن تا به هر حال برای انگلیس مبارزه کو 4 توایف دیگه مثلا به خاطر رقابت اندرونی افتاد یک به اصطلاح یک موضوع دیگری آنتروپولوژی هیستوریکا مثلا ماشا بلوت جامعه با تو با سرشت آزادی خانه اگلیتریانی هستند نه لوت تمشو جامعه یکی قدرتمند بیت دی میگیره اگه بلوچی بیت حاضری بودنی همکاری کنه یا اگه کاری خوبی انجام بده اما موضوعات دیگری هم ولی هنگاه همه داوود هنگاه خوب از ماشا تمام گنده که سردستا مولویت ولی فدا هم گندگی مثلا شخصیتی مثل مولوی عبدالحمید که خواستار مردم هم مطرح کنه که طی شرایطا باید که مثلا پیسر بابا جزء حزبای بیتین که انتقاد نمی‌کنه گندگی هنگاه مثلا موزیک خوبه خوب همه بودیم خوب لاتی موزیک گرفته ما حمایت کتا و حتی مورد انتقاد قرار گرفته پچما مثلا گوشه که مولوی شهری امری کتا خب در شهری امری کتی ما گوشه شهری امری کتگی جایی که مثلا هر بیدی کتگی ما هم انتقادی هم کتگی ولی هنگاه خوب استند خوبی هستند یعنی که یک چیزی بعد پیچیده این تجامع مثل بلوچستان که وقتی به صورت تضادان متفاوتی توتی وجود بوده از لحاظ قبلی ساختار اجتماعی اشاره به تقویت بودن تا طرف رژیمانی که حاکم بودن و مثلا قدرت امپریالیستیک تا منطقه آیت که و هنگاه هم خوب شرایط بخصوص ویژه یک مشمار هستند و مشکلاتی که مثلا حتی مردم گندیتن علاقمندیان بین‌المللی هم بوده بازین همه افراطیگرایی مذهبی که ولایت که چی مثلا تأثیری هست و حتی افراطیگرایی ملی که هم بلوچستان هستند اشیا هم تأثیر هستند تا شرایط مردم باید سک دلیکیت عمل بکنند و ما خوب که حزبیند که به قول معروف مردم چاری که دیگه حزبات شورا عمل کنند تا بازی چیزیا مثلا خوب بیسمارک هم مثلا شورا عمل کنند تا ولف پالمت بده تصویر است عمل کنند تو چهشانی راه رواج یاد گرفت البته مثلا کسایی که تا کارانی انجامش داده تا یک بخشانی موفق نه تا تمام بخشا هیچ کسی تا سیاست تمام بخشا موفق نه یک کجا مبرانی شهرت کجا مبرانی خرابن مثلا چهارتایی مثلا تو خوب کجا جواب حزبی باید بیا نظر بده و خب یک سری چیزا هست که ما را مشکل هستیم ما البته خوب بنان یک حزبی که ما را همچین امکاناتی نه ما باید بشه مثلا کارهای ما امیدواریم که مثلا بلوچ تحصیل کرده ها بیاد مثلا همه مشکلی که تو پمای مطرح کنه کجا هم دوستین کجا هم دشمنه بیاد تحلیل بکنن بلوچ مثلا مردم شناسانی که هستن جامعه شناسانی که هستن دیگه نظام کسایی که حقوقش وانته کسانی دیگه هستن بیان شما تعریف بکنن که ما بتونیم مثل شاهی استفاده بکنیم و مسلما نمیده که تمام دنیا هم میدارن یک سری کسان کائنات تی مثلا به عنوان کارشناسی به عنوان محقق کائن مطرحش کنن معلومه شما نیت ما چیزانی که بلوچانش میسنتن حداقل ما سعی کنیم وان نش و سعی کنیم مثلا گوشش بکنیم خبرانی هم کننتش
تا جایی که مردم دست رسیده که بدون شما یاد بگیرید و هنگام مثلا مردم گندگی خوب بعد انقلاب زن زندگی آزادی لاتی چه بلوچا خوب گشته یا اگه بحث کنگن چنینان بلوچ موضوعات مطرح کنگن دیگه گروهانی یا که مثلا مطرح کنند خب مردم تا هر فرصتی که پیش کردید بیا شکلش گوش کنند و یا کسایی گوش کنند گونش خبر کنند و یا جنبندی چهاربران مثلا بیش کنند بزن مثلا موزه و مواضع چی هست ولی خب یک سری کمبوده هستند ما امیدواریم دیگران رفعش بکنند و بتونه شما یاد بگیرید ولی خب یک چیزی مالوت تجربهش باشه که بری هست علت چیزا هستند یک سری حزبا نظریات وقت به موقع دیان تا چون به موقع ندیان ولی وقت مثلا به شکلی یک سیاست موفق دیگه ما براتیم و خب موضوع مشخص بیسیک مشخصه مثل حزب برنامه اساسنامه هست مثل منشورا هستن و ما سعی کنید که وقتی منشورا وقتی برنامه اساسنامه تقریبا از زمانی که از مردم یاد که من فکر کنم 4-5 چند تغییر مداته هر کنگره بوده یک نوکه به اصطلاح برنامه اساسنامه مداته و یک سری تغییرات و همه دوا وقتی پیش گفتاری هم عوض کنه و همه دوا برنامه و اساسنامه و امیدواریم که این پروسه ما ادامه بده و همدیگه هم خوب مردم به اصطلاح انگیزان بهتری تو کار انجام داده شما گندگین که جو سیاسی تربیت بلوچستان را و همدیگه هم ما گندگی آن نظریاتی که از مردم بلوچستان بودگن تا جامعه بلوچستان را عمومی تر بودگن یعنی چه هر حزبی من فکر کنم از لحاظ ایده از مردم بلوچستان بهتر عمل کنه و تو انتگی به اصطلاح بخش‌های مختلف جامعه بلوچستان بر اساس توانمندی ما رو دیگه ما بیارید و ایدانی که از مردم بودگن هم تا به اصطلاح جامعه که ایرانی به شکل انو مقبولیتش هستیم و هم تا جامعه بلوچستان و این به اصطلاح ما شفاعت یک موفقیت زانه و کاملا هم گندگی که ما سیاست حزب مردم که سیاست مسالمت آمیز و همراهی و دیگه ملت‌های ایرانی و خلقان ایران بوده به شکل بتونن مثلا با هم دیگه یک مجموعه خوب مناسبی جور بکنن تا بتونن به طرف یک جامعه‌ای که دموکراسی و رفاه اجتماعی و حاکمیت مردم و حقوق مردم و برابری جنسیتی و آزادی مذهبی و دیگر تامین بکنه وجود بیارید و هنگام با گندگی که شما موفقه ولی آتی سوالا که به صلاح ایشان که هستند خوبشی ممکنه یک بخش سردستیم ولی من مطمئنم که تنها یک بخش جامعه بلوچستان نه توی مسئله حاکمیت خارجی تا بلوچستان هستن متاسفانه باز پیچیده ترند و عمل کنگی هم یکم که به صلاح تشخیصی هم چون مثلا مردم 100% نظر بداتن با شکلانه و ما امیدواریم که شما یک کسای دیگه که در این رابطه فکر کنند بتونن مقالات تحقیقاتی خوبی بنویسند که ما بتونه شما استفاده بکنیم و بتونیم وقتی موضوعا رو پرتر و بهتر بکنیم اما در کنگاشت یک سری کم بودن تیز مردم هستند نیرو مردم گیشتر پکارن فکر مردم گیشتر پکارن امکانات مردم گیشتر پکارن این تمام این چیزانی که ما را لازمه و امیدواریم که بتونه شان کم کم و همکاری همدیگه رفت بکنیم سلامت سلامت و ترمید کنم پاسوی وجه محمد پیل که من تو چی بکنم و من آت که من لوچت پدا بودی تیاری تیرزا که من آت که من گونم یا نوبت بلوش نه بلوش وقتی جوستگیری دیواره برای یه دادبندی کنم سنگتان که دیوان دو پدو مبید و بعد سایده هنچو که پیسر ما کراواتیم و شهری رو باش و سوال کتو شد دیگه که ما چی که باید هم نگه 19 دقیقه هستیم و اگر بتونیم مردم 10 دقیقه دیگه این گشتی بداریم و پدشن که دیوان مهمان که ما مروشی جوتاین تا آهان دنبار و نیندوکانی که جهلا هست آهان دنبارم باید کم که آرگنایز تیر برو دیوان چی که بوده سنگت هم باید چنل مسیج دیگه پیل کنید که من چیز تو و من دوچت که پدر تحقیل بکنم که دیوان باز گرای میوان سلامت باید وجه بلوچ مارک شوی وجه سلام درود اگه بانو که هسته و همچوی و نظر پرچه حتی برزم دست برکلگیتا ولی فرصتی وشی ما هم در تشکری بکنه چه وجه بلدهی کوشش و زحمتان و تلاشان می واقعا دیما بورتن و بولد کورتن تی نوکه جنبشی که الان وادی بونگیج بوده ولی ببینی یک چیزی که من ذهن مشغول کرده الان فرصت خوبی بود و بعضی هم تبلیغاتی بود این وانگو که واجه رابطه او یک سری چیزایی هستن کاسه زیر کاسه هستن خیلی خوب بود که واجه روشن که هیچ کاسه نیست می‌دونی چیه که اگر هنچی تو دفعه تاگو که
شما هیچ مشکلی نیست که گونه گونه واژه ها یا گونه مشروط طلبان و سطح طلبان نمیده گونه تیبل تو که با گونه نندی تو تی مشکلات هنه یا اصلا گپ ترام بکنی گونه ایشی که منی جزشیه که چی چیزان مشترکی ما بلوچ قوم هست یا ایمی جنبش که الان تقریبا ما رهبری کنه که این وحدی و ما هم چگندین که تنها کسانی که این وحدی ظاهر عودت خیابانانه تو فریاد جنبی بلوچه شما واجه چی چیزا مشترکی اختلاف مرباز هسته ولی حزب که الان وحدیشان شورای تشکیلات مثلا 7 نفر و 4 نفره تو شما حزب چه چیزای مشترکی گندی که مثلا توان گنایا منندی تو اودا مطرحش بکنید البته عادل حزب صد بازه خوب عن گنایا ما مشخصی مثلا هنچی ظلم مضاعف بیته مرباز چیزای مشترک هست ولی این نوکیم چیزی که بونگی بوده چه چیز مشترکی تو گنده چه تی سازمان چه چیزای مشترکی هست تو توان گنایا دکتران بکنه و برای ما مفید ببید این نطور روزه سلامت به شد و مهربانی چتی شهرین جستا و باز باش بود که برای تاسوی تفاهمانی که در واقع تاگه اتفاقی نکفته مردم یک دیگر را بجمعی درست هم نه و یک گپی هم نبوده و ما را اساسا تا این فکر هم نبوده یعنی اساسا تا این برنامه ما نبوده کسی ما را نگوشته کل که صلاحی هم نجده که مردم بگوشید که ما را گفت فلانی نینده یا گفت فلانی ننینده و یه موضوع اساسا مشوار هم ذهنگرایی هم بری تمش به جامعه هستن تا که واقعیت برود بیت برسیده تا یکی تی راه ببریته ممکنه بس بعض اگر راز هم کسی مزان چی بوده که پرچی رفته پرچی آتا و یه مثلا مردم دچار مشکل کرده بل خوب اساسا شیف که معنیگاه ما را خوب چیزی که مشترک و کسی دیگه و بخش اپوزیسیون ها که مختلفی هستیم بجز از آیه که شما حمید اوگشت من نزدیکترین مثلا استراتژیک مثلا پارتنرات و خوب مرچی پدش هم یکم که پیچیده ترن مثلا که استراتژیک پارتنر که نه تی مثلا همراه تی استراتژیکی لازم دائما شما هم یکم که مرچن پیچیده بود تو سیاست متاسفانه تا یک چیزانی تصمیم گیرک نمیتید بخشان مختلفی هستند که مردم ها کاینتونو تصمیم گیرن بله هنگاه تنها چیز مشترکی که ما را گویه که مثلا چه یه 6 نفر های جوشتان اگه هستید خب منشور آیانی که هم حقوق بشر هستید یک سری چیزان غیر متمرکز هستند که تجربتی بعد نه توشی که مثلا حقوق زبانی و مثلا چیزان دولتان یا پارلمانان یا تصمیم گیران که مثلا محل و وقتشان هستند شاید چیزانی که مت کنگره توافق و تا کسی فدرالیسم نه مردم تو گونی همکاری بکنه ولی چیزی مشترکی که ما را هستید بشان فقط همشین که سرنگونی جمهوری اسلامی ایرانه و یه چیزی که خیابانانی که بلوچستان هستند چیزانی که ما شش کنه چه بوده ارتباطانی که ما گرین یا آیاتش به اشکال متفاوتی با ما ارتباط گرفتیم همشین که شاید که شما آقا فعلا به اصطلاح گشتر یه بخشا که سرنگونی رژیم تاکید بکنه چون آیان یک سری مسائل وتیگا گندگن مثلا آیان مسئله اندازه لوکسی نگندند یعنی جنس به اصطلاح بهتری نگندند مثلا شین که اینا بگندند که هنگاه اگه رژیم بمانیته مسئله ورق و غذا و مسئله محیط زیست و امنیت زندگی اینش که بین رواگین بخصوص بلوچستان آلمانگان و شما مثلا تا چند ازش توجه کنید بلوچستان یکی از جامعه‌ای که دنیای توکا تعداد مردینا چجرینا سک باز کمتره دلیلی هم همشه که کشتارانی که رژیم انجام داده و متاسفانه یک سری نزیریان تمشوتی جامعه بوده ماشا بلوچان یکدیگر را زود کشن ماشا متاسفانه یک شرایطی هستن ماشا با یکدیگر سک زود هج میگیره همین که مثلا مردم ها بعد دیتا ما را بگه جاگای پیسرت را هج میگرفتن ایوت نشان همشه که ماشا زود نسبت به یکدیگر هج میگیره و اجازه ندهید که مثلا جوس بگیره یکدیگر مشکل چی یکدیگر اول متاسفانه تیر جنه و یک بخش چمش به جامعه بوده و همشه کم دلیل بیرگیری و کشتار بوده دیگه آ بخشی که رژیم کشیدن خب آی متاسفانه آی برنامه چه معاول همی بوده که 70% جامعه بلوچستان ها بین 60 تا 70% به اصطلاح جنینن آدیگه مردینن و یه دلیلی چیه دلیلش این که متاسفانه با توجه به شیک مثلا مردینا گشته به صورت یه بخشام فعال بودن و
نه که جنین نلور تفعال و بلکه جنینش نشتگن بازم آشرام مردینا و یا حکومت سیستماتیک بوده و حکومت هم برنامه کشتار هستید بلوچستان را که چیز جدیدی نه. ما مثلا حدود 10 سال پیش هم گذشته و یک خبرنگاری هم همین مقاله دیسته که اتفاقا یبری سازمان ملل صرفا میشه کنم مصاحبه بکنم مصاحبه کتب منتشری هم کرد که من گذشته بلوچستان در واقع ایران حکومت کشتارگاه بوده و این متاسفانه سیاستی که حکومت ایران از سالیان سال هستید و سال 88 به اصطلاح میلادی اشی هم یه چیزی که همیشه توی من نوشتن استفاده کرده. یکیش فرماندهان انتظامی ایران وادی که بلوچستان در بلوچستان حرکت جوسی گرفته شما را دیمش نداده که باید مردم دستگیر کنه. مارش دیم داده که مردم بکشین مثلا از راه اشعار هم بکشین و از راه مشهد رو بلوچ اشعاره متاسفانه. حالا اینی که رژیم وران تماشا حساب کنه نه آینه که مثلا با رژیم حالا مخالفتی هستن رژیم کارش نیستش و این شرایطی که میشه جامعه هستن و خواستانی که مردمانش مطرح کنند مهم مورد توجه قرار دهید. هیچ ما را شکی نیست که مورد توجه قرار دهید که کنیگان چیز مشترکی که ما را هستیم ما را کاری پادی خبرانش نیستیم مادی کارا مسلمان وقتی حزب برنامه دیمو برید و خب تا این شرایط اگر ما بتونیم یکی عملا توی رژیم سرنگون میکنم و خواستی که مرچی مردم بلوچ هستید به شکل مشخصی و دیگه مردم تا ایرانه اگه بتونن با هم همکاری بکنن ما گونه همکاری کنیم پس سرنگون رژیم و تنها چیزی که مشترکی که ما را هستیم همشه و ایشی هم دلجم به که یک پروژه موقتی یا برای یک کار مشخصی و ما تا بعد چایه باید کار دیم برای دیمتر هم وقتی که باید آماده بکنه بود هم ما را خوب کلکوتی برنامه هستی تا ما کنگره اینو برنامه ریزی که ما را هستن تا هدف که ما مشترکی که ما را هستن و ملیتا و تعذاب ملیتا و ما یک کارا دیمو برگیم ولی خب یه تنها بسیار چیزی مشترکه همه دفعه ما گوش خوب آیا هم گوما تماس گرفته و ما دیگه بسیار به اشکال متفاوتی خبر کنگند که مثلا آن نظر چی من نظر چی و ما رو واقعا هم مشکل اساسی و تیش منشوری نیسته فقط منشورانی با چارش چه اندازه عمل کنایم تو نه عمل بکنند تو نه مثلا کاری انجام بدهد آ چیزی که آن هدفه ما هدف فقط بشیک مثلا شان نویسنده بودید که منشوران گشته چو احساس میته که شان رو تا حکومت تشکیل دیگه منشورش نوشتگان تا سرنگونی رژیم ما را چه منشوران تنها چیزی که ما را قبولید حالی بعدش هم غیر متمرکز تحصیل زبان مادریان یا او بشه سازمان متفق بودن ولی آن اهمیتی نیاز جمهوری اسلامی هم امضا کرده او بشه سازمان ملل متحد تنها چیزی که ما را گوشای جمهوری خانی ما منشور بیتن تا یک مثلا 6 نفره یا دیگه منشورانی که در کافتگان اگه ما تو نگونه شبر بکنه تنی سرنگونی رژیمه بیچاره ان شاء الله چند از عملگرایی هستن و واقعا ما همین خبرم جست گرفتگان آقا جان شما مثلا این منشور داده پروژه عملی چیه نه تنهاشی حتی دیگه اطلافان لورتی جور باته تبعین گروهان ملی همیتی هم بغیر کنگره حکومت تماسش گرفته چون حالات عذاب هستن در حکومتی رقابت درونیش هست نلورت هم بیاتی ما همین وقت آقا جان شما امکانات چیه برای کاری واسه ما بیایم شو رو هرچون واسه وربه خوب هستن این چیزا شما پاشنه تا کنگره شما پاشنه مثلا تا دیگه جاگا بعد که نیاتا ما پاشی مثلا بیاید دیگه تشکیلاتی بیرون کنه ولی نتون یک کار عملی انجام بدید فوقش مثلا تو یک کنفرانسی بگیری جلسه بگیری 4 نفر با هم برنده خبر بکنه پادیام برواته بچا چه کار عملی تو انجام ده حالا در سطح بین‌المللی تا ارتباطات که هست ارتباطاتی که مورد نیست و ارتباطات رو بهتر بکنه باید داخل کشور چیزی خاصی کنیم مردم بلوچستان هستن بعد یک ما در آن شما هم در آوبه شما را امکان هست یا مثلا طریقان دیگه هستید مثلا کمک بکنید ما چاره‌اش تا حالا هیچ که همچین چیزی نیستن وادی که همچین چیزی نیستش ما خوب نتونیم بریم مثلا جایی رو ببین فقط تا دو بارگانی قبول بکنه و مثلا ما فایده نمیده اما در کدت آخر گفتم که تنها چیز مشترک ما بودنشان اما مسئله سرنگونی رژیمه بقیه چیزان آینی درستی منشورن با هم دیگه مشترکن ولایت چیزا ما در موقعش حقوق بشر سازمان ملل متحد بازین بندان ایرانی هم ایران هم امضا کرده که حتی تا کمیسیون زنان هم هست چون حقوق زنانی هم امضا کرده ولی گنده که رژیم جمهوری اسلامی بجنه اینا چه رفتاری کرده سلام زنده سلامت ناصر جان امید کنم که واجه بلوچ و پاسوگی واجه بلوچ و جالا دیوانه میں هم رابانی همشن که یک جوسته کن رو جالا اگر پتا جوستی هستنی که بورسا سلامت واجه بلوچ امید کنم که پاسوگی گورا من ملک جان یک لحظه ببخش یک دقیقه من واسه یک گپی یا دقیقه جان مرا دیوان تعریف دیں کہ پتہ کہ اگر تعریف کرنے کو خبر کرنا اگر کہ نہ تعریف گرا مامشی نہ تعریف دیں چیک مامشا می جوسوی نہ چیک کہ شانی پتہ اک ورگ ما بیتیں چیک مامی چیک ماروانی کھائیں آیا بلکہ وہاں دے اسن دانا کاری اسن جوستا کنا تو پتہ روان دے
هم دیوانه که بودن نیندوخانی هستن که بلکه آیا یک مشوره دیگه مردی بوزا را تا بود که اپا بجن بلکه یک گوی سوار آن دهنانی من یه چیزا کتا نکنم این کار برای من وعده دام واجه علیا و برند دیوان که چیوی که من پدا ترواد پچم حتما این کار کنم سلامت واده واجه علی وعده این سلام و درود دیوان مردم چه اگر من توارکه من یک علامتی بده که متگپا دیوان جی مهربانی من چه واجه ناصر محمد شما درست و شکر گذارم من دوکومنت هست و 3 سوال ما را عادت هسته که کسی که زمه زیری مسئولیت زیری بیش یا حساب بکنه که ما اشی موز بگیر نه ما یمنده همین چو ایراد اتحاد گرگ حد دیدی و البته آنه که زمه زیرا اشی قبول بکنن که آیا پیلی پوست بی تو اشان برداشت بکنن که کنن یک من چه واجه ناصر و ای حزب ساک شکر گذارم قادر کنم که زحمت کشم و یک کاری که من مشترکین دیمای برد اشان باید قدردانی بکنم و هیچ بار یه شکر نگره فقط همشی بشه که شما چوپا نکو دستوده که من باید یه فرصت نیست و برای آکر و حداقل من آیا شکر بگرم و تیما یر کنم و تی انرژی و ذره و برسا یر کنم تا رو نیچ آیا بارش باید تشکر کنم دومی کومنت منی همشیه که باز مثلا ایراد گره چپ و راست چارن که مثلا رضا پهلوی نشته یا آدگر نشته ایشیه ماشما باید در زد بگیره که ایشان یه واجه ها یا هر کس چه بلوچان دیما رو تو زمه زورتی یا دلال یا چه از طرف حزبی رو که مثلا دیما با منی حالا هیچ دروازه یه پروات بند مکان شرط شروع تیر مکان گو هر کسا نندک جایزه منی نظر نندک جایزه مذاکره آین نظران زانک و وقتی نظران گوشک ایشی هجبر مشمانه تابو من نظرشی شما اختار کساوت اختیاره هیچ تابوی نه گو شاهزاده رضا پهلوی بننده گو معتدی بننده یا پان ایرانیستا هم بننده یا حتی فاشیستان ایرانی هم بننده پرچه که تا زمانی که مردم منندی تبادل نظر مکنه مردم پرجا نیارم ایشی یه من نظر دومی من کاموتی خاصی که وقت تنگه ما بود سین جستان کنم یک شما که او در روی تو ای گروپ ننده کپتال کنه شما رو وقتا یه برنامه خاصی هست که ما ای چیزان رو تو کنیم یک سوال ایشی دومی سوال ایشی شما انتر بلوچ دالوگ پشت رو هسته بلی که ما مخالفیم بله یک تقریبا اجماعی من حالا ببید که مشترکی گرچه ما رادیکاله از چه ایتش تا اینشت یعنی چه تا دیره تا نزدیکا را میچه در نظر بگره نظرات مختلفی هستن ولی در این حال بخاطر چی بلوچستان یا وجود مشترکاتی بیتن که دست کم روی ایشان مردم قوتی طرفا مذاکره کد بکن سیل جستوشی این که اگر لازم نه جواب مده خاطر چی که مسئله امنیتی بلکه پیش که توات شاهده که سال 86-85 که شما گفتال توجه ناصر ایشین که ما ملک توکا چینچو سازماندهی هستن اگر لازم نظر جواب مده پرتی که دناننده ملک توکا کار کنه مثل درهچی که هوای توکا رو دی یه مشکل بیده کدیم دیره تانی یعنی یکی چمشمه گروپون کم باز ظاهره بود و جا کرد که لحظی طرفداری هستن ولی اگر صلاحانه جواب مده یه سوالا و پده گوشم ما باز شما کارزدانم و شکر گذارم که وقتی کنه جلسات شرکت کنه بیش موزدی چه من بگیره و من حق هم نیست که انتقاد بکنم و کسانی هم انتقاد کنم مسائلی هسته یعنی چیه بلوچیه و پارسی گوشی یا بدی سیچینی واتا بجا رنده گوندوش آدگرا بجا نی چشم باید قدردانی کنند نی حمایت کنند گرچه باز چیزا مثلا من گوشم موافق نه ولی خب اصل مثلا من ملک من قوم شما همشی هم نمایندگی کنه همشی هم وقت پیش داره به نظر من کافی که من چشم حمایت کنم از سیاسی جزئیات رد دیگم و الله شما را موفق و کامیاب کنم ممنونم
البته ناصر جان من دیوان وعد مش مكمل اگه شبیه نکته وجه پاسواده برای اپاری دیوان برای ماش مطلب بانگی ماستر شما عرض شما تصمیم گیرید. من شو که وجه شبیه را جز کتا که دوگنان روی اپاری ما وجه شبیه تا جز ساله کنو درود رهبات منی وجهان منی براسان منی سنگتان و خصوصا ناصر عزیز امید است که دراز شهر و سلامت و باید ببین. ولی ما اگرچه ما بلوچستان مردمیم ولی سنگتی وقتی مردم واسطه مختلف سیاستان گونه دیما رو بگیم علی رغم دوستی و سنگتی ولی این مانع لازم نبید که ما یکدیگه به قول قجل یقه یا نگیریم و نقد نکنیم. یقه گیرک نه به معنای دعوا کنک ولی به معنایی که مسئولیتی که ما سرا هستیم این مسئولیت رو بهترین شکل ده ما ببریم. من زانم که هر پارتی هر حزب برنامه آیه دنیایی که وقتی مردمان رو لوتی بسازی شر بکن ایشیا پیش داری وقتی سیاستان توکا پیش داری. من بارها ایشیا گوشته گم و شما بیزانی ناسیونالیسم و مذهب یک ابزاری هستی که سیاست های امپریالیستی توانی ایشان را وقتی جذب بکن. این پتانسیل این جنبشان هسته چه مذهبی ببین چه ناسیونالیست ببین. ولی ما اگر توانیم دنیای توکا بگوشیم که یک دنیای استثمارگر یک دنیای ظلم ستمی موجود هست سیستمی ایشیا منشأ هسته که موجود دنیای ما ایشیا گنده. ما اگر ایشی توکا یعنی این سیستمی که ظلم ستم ایشیا منشأه اگر ایشی توکا بازی کنیم خب طبیعی ما بیودا چیز بیم زوب بیم و همین سیاستانا ما بیدیم ما رویم و وقت ظلم ستم ما وقت شر کنیم. نه اگر بلوتیم ایشیا مقابل بریم به قول وزیر ناصر سوسیالیسم بود تا ایشیا مقابل شد ولی آبی جایی نشد یعنی نتیجتا ما این سیاست این مفهومی که تاریخا موجود هست دنیای توکا ما را هول دهگه که همین نظام توکا بازی کنیم. خب حزب مردم بلوچستان علی رغمی که یک حزب جوان هسته و حقیقتا به دنای توکا یعنی خارج از کشور فعالیتان باز خوبصورتین و تنظیم منظم شکلا سازماندهی شکل دیما برگهی ایشیا لازم بگوشیم باز شده ولی فقط سازماندهی ما را سیاست صحیح ها نبود. یعنی منظورم ایشیه که مروچی آیا اگر ما رویم علی رغمی که جامعه بلوچستان توکا مردم هر جمعه کاین به قول مقاومت و مبارزه کنگیان و گوشگیان نه شاه نه به اصطلاح شیخ و مرگ بر ستمگر ما اگر من رویم یک جریان ارتجاعی شاهنشاهی و یا اصاب به هر حال آلترناتیف هایی که موجود هست ایشان رو نندیم او را مسئولیت داریم ایشی شرعی سرا جواب بدیم. من مخالف این نیستم که ما دیپلماسی سیاست ها بی یرلی بدیم. نه ما دیپلماسی یرلی ندیم نندیم قبل زنیم ولی ای ما را لازم بزانیم که چی بکنیم. یعنی اگر مجذوبیم اگر برویم ایشان سیاست دنبال و ایشان طریقا مردم ها یعنی بچارین حزب مردم بلوچستان استراتژی اساسیشه که برزاتی مردم بلوچستان و یا بلوچستان آزاد بکنه یعنی از طریق سیاست هایی که سازمان ملل و یا سازمان نمیدونم به اصطلاح
جریاناتی که بورژوا قدرت و ایران شهری ها این طریقاتی بتوانی به اصطلاح جمهوری اسلامی حتی ثابت بکنه. ما زانیم که رضا پهلوی گوشته که بریم این لوگو و از به قول قابل بیان خالی ها بزنین، خیابان ها رها بکنین. بنابراین ایشان طریقا اگر شما را حزب مردم بلوچستان این تفکر هست که ایشان طریقا به یک فدرالیسم و یا مردم بلوچستان آزاد کنید، من گوشم که یک توهم هسته. یعنی شما لازم بزانید که دنیای توکا تو را پیش نیست، یا از بورژوا لازم تغییرات به وجود بیاریم یا وطی مردمان را تکیه کنیم و در مقابل این سیستم مقابل بشیم این چیزا تغییرات رو بدهیم. طرف دیگه تو جنبندی بکن و دیگه باید کم چای متاسفانه شما را به نقد کنم ایشیا که ما یک سال شما دیوانان را کاریم، همیشه شما را وقت نیست. بچاری مردم لوتن مسائل، مردم بلوچ لوتی وطی مسائل حل بکن. لطفا یک روزی حتی 12 ساعت بی شما را ضرورتی که به عنوان حزب مردم بلوچستان بنندینید و مردمان سوالات جواب بدید. نگوشی که وقت نیست، گپ نزنید، صحبت نکنید، مبارزه نکنید. ما به غیر چالش، به غیر مبارزه نتوانیم در میان مردم ها بتونیم آگاه بکنیم. این شما را من این نظر را یک نقدی است. به هر حال دو را بیشتر نیست من این وضعیت. یا شما این نظام توکا روین که همین سیاستی که شما را بگوین ادعا نندین گپ زنین نگوشم غلطه، ولی استراتژی حزب مردم بلوچستان بورژواتی مسئله حل کنه و رضا پهلوی همین کار کنه، مجاهدین بی همین کار کنه. مروچ یک انقلابی سیاست بی هسته. ایشان دیما اشتک و یک آلترناتیو مردمی، مردم زحمتکش تکیه کنک سیاستی هسته. علیرغم اینکه این بی ممکن است موفق نبی، ولی مردم کرایی نروی از بورژواچی حل کنی. سازمان ملل نزانم قوانینی که حفظ استثمار و ستم و ظلم و این نظام کنه. اگر قوانین در اصل انعکاسی از سیستم حفاظت سیستم موجود جهانی هسته. اگر ما این سیاست رو لوتیم که شما حزبی که لوتی طبیعی ما نتوانیم مردم بلوچستان رو رها بکنیم. ملتوارم که وقت من نداریم. سلامت و چون که تو ایگه پیچه 12 ساعت 90 مردم یه روچی نیدین اگه نبیدن نشته این 90 مردم یادداری هم بکنید و شی که ما دیوان پیسر باشند که این رول همه رابن سیده انتا سیده تا 95 ده چی که گشتر ندید که مردم تا بدید این جوز پرسی دیوانه اشان که تا اگر روی بیده ما قاینه ده مشکل نمید پاکینگ اپا گوش کن سلامت باته و تی گشتر باید یک جلسه یک دیوانی هم شهر بکنین که مردم بیان و تی مشکلات حل بکنن. شما ادعا کنه گاییم بلوچی جامعه تو که شما ادعا کنه گاییم که حزب بلوچستان مردم بلوچستان رو لوتین که رها بکنیم. شبیزم تو من گفت جنو یک دیو باید من تو گفت کنم متوجه بگم نکنم متونت منی که گفت بدیم چون که دیوان جز پرسی و دیوان حتما تو رومی بجم و کاین هندن تی پرسی حال کنه ولی جانشی ناصر عزیز ما چطرا تو لیڈر یہ مت چطرا لوٹا کہ دو دقیقے بنا وقت تے کہ بعضی کمنٹ پہ منی واسطہ مات کا موت دو کہ استفاده کنا کہ سلامت بات متوجہ پا جانا تو ویلو دو دقیقه خبر که ترند ما جواب دیم. سلامت اوه سلامت سلامت شکر دو دقیقه مالک جمع دفعه تو وجه مکرون هم وتی دوی دکتن وتی اگر پر جوز سیاسی و نظریه سیم بگوشه و گروه پدا با ناصر شمرسیان هم پس سلامت هم پدا ران بکتن سلامت بود منت بود باز باش زبردست وجه سیاست مچی مارکیٹ نہیں کہ ما بریں اگر حلواو بزیریں یا گور بزیریں یا دیگه چیزی بزیریں متوجه نه سنگت شما که کامنت لکه ما قرآن من نام شهریاری و دشتیاری مردمان ما فیک آیدی همونه شهریار میرزاده ساکن فتیلی کرات ما قرآن متوجه نه ما هیچ کسی بندی کم نه
شما نه هر چی نمونه فکر کنه تا آفک شما وتی واجه ناصر گپ مروچی زبردست گپ بتا مروچی ناصر گپ ما دیا 10 دیا اما 20 تگه میشون ملکی 20 تا 20 دیدن که آ چیزی که من سعی روچ تو کا گوشت بیتگم جا کنجتا واجه به عرب من گپات ما رسد کوتگم و آی بلوچستان گپ جا ما هم بلوچ چوکا و آی من گپ گوش کن سجنان گپ گوش کنته مروچی زبردستی گپ جتا هر نقطه که گوشتی مچاره یک نقطه چی نقطه گچین کارتر و شرطر گپ پاوت که برای زبردست برگردیم که من انتظار چه ناصر همی هستی تو وقتی که یک راج یک جنبش سیاسی یا کول مردمان یا گل سیاسی انچه تو که انتظار کشه که دیمه مردم ببی تو یا هوادار به گره تو باید گیشتر چه آیا کسی که ستایش و مدعی بکنه تو آیا ناشت بکنه که تو آیا کمک کنه دیگه سنگت لکتا که واجه مکران تایی گپا بلوچستان تو کا ایچ بازار نیستین تو بیارال اوکے ایچ مشکل نہیں واجه چو ایچ مشکل نہیں مکاملتی گپا احترام کنا مولانا عبدالحمید ما تشکر کنیم مولانا عبدالحمید چی و بلوچ لاجان چی که بارها ما تشکر کرتا و واقعا تشکر کنه که انچه که واجه ناصر گوشت ای تظاهراتی که بیتگم اشان زبردست یعنی وتی اما اصلی موضوع پیش داشتگم که ما مروچی مکران هم اگر سک خبر کنتی تا چه نزانه چه کجا مکران سک خبر کن بخاطر همه مسائلی که ملک تو که هسته مروچی منی آواز برزه ما دی گپنی واجه علی تلمای گپی شما ادا کسا نگوشی که پلی پوست برابر کا که هچو بیتی که نفسی تنچک بیتی نفس کشت مکا ماهی کراوا کول سویدیان گای واسطه نکنی بعد دیگه گپی هسته که من آخری گپی تمام بی دیگه گپی شی که ما وتی آزاد سیاسی رصد کنی شرعی سرا و نقدش کنی و اگر کارش پاکا بیان آیا تکلیم کنی و آیا گور به هر نمونه کو آیا گوری چه نقد تیمام گوری چه نقد نکنه که تیمام گوری سلامت صوبی باته و جناس باز باش زبردست سلامت باته سنگت درست سلام زنده وقتی میروان سلامت باته و دولت رواشات بشه که میشه دیوان چیه ولی پدامت ریتی مدام و جناس رئیس اینان پاس آدم ته ولد منطقه ضرور کنم والدون سلامت و مهربانی رجان سلامت شما درست میتونه باز باش بتون که رنچ مدتان واجه علی اتوار هم اشکوت دا برحال بلوچان مردم چه یک دیگر دور کافته بی یک دیگر اتواری هم نشکوت تا لگنده گبل مرحال تو جوست اولی که مبادی که مردم گینه چه نظری دیم خوب نظری شما اولا که داتا همی بوده که اگر تو منی همی برام بود هم همی برام شد که ما الوته بلوچستان ایران یک کشور فدرالی بیتیم و دلیلی هم یارتی که از تاریخی هم یه دورانی که بلوچستان به شکلی به ایران وابسته بوده زمان قاجار تا همگان بلوچا حزب حکومت ایران حاکمیت مطلق و مستقیم قبول نکرده جنگا بودن دائما و یه چیزی عجیب غریبی نه توش یه چیزی که مشخص درستیه بلوچان شی تجربه هستند بلوچان یک آواره گشته که خلیج رفتگن و قدیما بلوچان یک رفتگن پس ترکمن صحرا و خراسان شمال رفتگن ترکمنستان کشور رفتگن که ماشی ودانه که آنی کراچی هستن گشته همه جنگ و چوپانی زمانگان رفتگن سورمانی که بودتگن تو ساکتابانی که بودتگن تا منطقه‌ای بودتگن خانینی ولی گشته چه حکومت ایرانی بودتگن حتی بلوچ لحظه طایفه موجود تا کاملا مثلا مهاجرت کن یا نیمش بروته یک درصدی مدنی چه بلوچستان اگر رفتگن تو همه جنگا بودتگن ماشو بلوچستان یه وقت که اگه بلوچستان یک تیمی بود ایران به اصطلاح حکومت مرکزی ایران اگر سولی بودتگی آرامشی بودتگی آتش بسی بوده نه سولی بوده همین ودی بوده که ایران حکومت جرین نزور بوده اگر نه بلوچ همیشه به حکومت ایران اگر جنگا بوده و این همین دلیلی که ما هنگان لوته ما بلوچ و ایران حکومت یک قرارداد جدیدی بیتند که شینکا فدرال قرارداد که ما را وقتی خود مختاری درونی بیتند و همین دوا حکومت مرکزی ایران هم آگورش به اصطلاح تاثیر بیتند یعنی دوا بیتند چون ایران و یک سیاست کلی ایران تهران بلوچستان سر اثر هلی لوته آ سیاست هم را اثر بیتند و یک کشور فدرالیه و فدرالیسم که به اصطلاح حکومت مرکزی در مقابل دیگران چی کرده به اصطلاح به شکل بی‌طرف کرده و یه چیزی که ماشی انجام دهیم و یه کاری که ما دیما برگیم و تیشی بسلا برای هیچ بسلا شک و شوبه و جهل بردی نیست ما وقتی نظر همه دابا کاسته همه دابا دیم بره و یه بسلا بله خوب ما تا کنگره یا یک سری توافق دیگه هم کتا که اگر بسلا شرایط مخصوصی پیشیت به سرنگونی رژیما ما مثلا اگه کلمه فدرال نیتیم ولی خب ما محتوا فدرالی تا یک اندازه‌ای بیتن
ما هم قبول کنید که خب بحثان درونی کنگره اند که من نتونم در مثلا بارنش مگر اینکه آیان خب در بحثان و مذاکرات ها ماش استفاده کنه و بچاره که به چه شکلی دیگه ما روتید و ما آیان ویده هم مطرح کنیم بعد که جلساتانه که خصوصی هستند مثلا به شکل دیگه مثلا مردم باید میتونن ولی که روی کما دو گشت دیپلماسی تما دو گشت بحث مذاکره بحث مردم باید بتایید تا سیاست مردم که سر گشت سازشکاری ولی خب تا سیاست یک بحران سازشی هم هستن و یک بحری هستن آیان سازش کنند خب مسلما تو شدیم و برای پمی خاطر ما مثلا تا کنگره و مدلت چیزا جمعی رو عمل کنید و یه چیزا نیست که فعلا دیمش برگین و دیگه اپانی که ماش مثلا انجام دهیم دیگه شی که مثلا بلوچ مردم مرچی من دقیقاً شاید واجالی فکر من میگه یکم که توار شیء سر نه شاید که مثلا چطور کا بلوچ مردم چیکار بکنند یا بلوچ مردم مثلا هندگان چی بکنند شی من خیلی مشروع متوجه بودم نزانم دقیقاً خبر یا نه میدونم من درست متوجه بودم یا نه من خیلی بلشی که مردم بلوچ بود کارا وقت کردم ما پیشرفتی خبر هم شدم مردم ها تصمیم گرفتن چه کار بکنن چه سیاستی دیما برانته و چه شکلی مبارزه بکنن تیز سیاسی و هدف هم شد که شیعه به صلاح آیان چه حمایت بکنده اگر دیما بیتی یک هم که دیما بیتی تا شرایط اغلابی حزب سیاسی اصلا نتو دیما بیچه مردم هست که دیما هست آی فقط کوشش کردند که مردمانی چی بگوشه حمایتی بیتین مردمانی خبر دیمبرو کو بیتین تا جایی که امکانی هست این ضرر را کمتر کن چون شرایط انقلاب در واقع که شرایطی که هجومی هم بیته هر طرف وقتی که انقلابی بیت بازی مردم سیاسی بیت بازی مردم تچینگو یا مردم تچیانگو ادا حزب سیاسی وقتی به اصطلاح کنترل نباده دست بداته متفاوتش ما مثلا نچو واقعا شورا گشتینا گما تماس گرفته ولی ما هنچون نرفتیم تو چون ما ذاتک ما یک موضوع و یک به اصطلاح تفکر مخصوصی هستیم که ما تونه صبر بکنیم ما تونه رند هم بنتشان چون شان خاصی مثلا چیز جدید و عجیب غریبی هم تا منشورا نیستن فقط چه که عملگراییش ماش نگیندی مثلا مردم چه بروی جای تر باز مردم دوباریته ولی خب اگه تر چیزی گیری خب شهر سیاست تو که چیزی دیگه چیزی گیره ولی که هیچ عمل صفات دوباره که سرامتنو و سرام مفتی خرجی بده فایده نیست یک چیزی پتی بیتین پتی حزب بیتی پتی مردم بیتی خب او توی کار انجام ده ولی یک چیزی نیستی خب تو نتونی یک کارو بکنه یعنی ایشان هستند ولی خب مردم بلوچ وقتش مثلا تصمیم میگیرن و ما با مردم بلوچ بوده که کارانی کنن من فقط چیزی که هست شد که من نظر شد که مردم بلوچ به سطح بلوچستان باید کاری که زایدان بوگین برابری مولوی عبدالحمید بلوچستان دیگه جام حمایتی گشتر بیبیته چه آوار بیشتر رو کسی کم بیشتر هر کسی وقتی داوا که امکانی هستن چه مثلا جنبشی که بلوچستان هم وجود داره ایشیا مثلا حمایت کنه بیبیته و یکی مثلا و گندگ هم بود که مثلا همین گزارشی که ایران حکومت و مردم داد چه آوار یه دیگه جاگا بلوچستان باره که مردم بلوچ آمادگی هستند که مثلا یک انقلاب وسیع ور بانتنگو هوار بانتنو دیمی برانتید ولی خب یک چیزی که مثلا ایوتی انجام دهید بیتید و ماشوشه بدزانش ایوتی نقش حضرت یک سیاست مثلا انقلابی چطور کاین با تاش تجربه‌ای که هست در کشوران و آبخشانی که مثلا جنبش دیمه برای اجوار بانتین و یا مثلا یک رهبر مذهبی بیت مثل مولوی عبدالحمید البته مولوی عبدالحمید ماش نتونه قرآن فقط یک رهبر مذهبی بگوشن و نقش معنوی و تیایی هستن تا شکی نیست برای گشتر مثلا یک فردی که حقوق مردم تا سرتاسر ایران مطرح کنگین و من خیلی ساکن شهر این چیزی و آی نقش که آی اجرا کنگین مثلا ما نقش ساکن نقش مثبتی و چیزی که ما که آی شرطی تزایدان نگوشه چیزی که ما را امکانی نبوده انواع امکانی هست انجام میده و ملکا خوب مثلا دلجم کنند که هیچ حزبیا چه حزب مردم بوده گشتر نفوذ نیستند و سازماندهی نیستند و مردمی نیستند یکی که وقتی مدعی یک سری کارانی خوب حزبان سیاسی هم آدم موقعش باز بری هستند که به قول معروف مردم و تا ظاهر نکنید و لازم نه و تا ظاهر بکنید و مردم بوده و هستند و ما بخش همین مردمی و شه دلجنبه که حزب مردم بلوچستان نه تنها به صلاح یک حزب شاخه‌های موقتی هستیم به خاطر یک سری پروسان خاص هردی بودتگرد بلکه از مردم چما اولا که بودتا تا حقیقت مردمانی هستند که فعالیت حزبیش هستند ولی خوب حزب مردم بلوچستان آیانی هم گاشتگند که شما به صلاح اولی مثلا وقتی حفظ و وقتی کاران دیگه ببرگین و حزب به صلاح ایدهانی بوده تا جامعه توکا به یک شکلانی که مردم مناسب بودی ذاتی امکانی هستی دارگین و به صلاح ایده و یه روچ که لازمه ایده حزب مردم بلوچستان مزانات بلوچستان سخت قدرتمند بی و همچون کنی ماشو گندگین حزب مردم بلوچستان تو ادعا بکنه که تفکراتی که حزب مردم بلوچستان بود که چه ما ابتدا رو مسئله سکولاریسم مطرح بوده جنین حقوق مسئله همزیستی مثلا تامیز و فدرالیسم و حقوق ملی و
شانه چیزانی که هستن هندگان در واقع مشاگندگی که شان عمومی بودن تا جامعه بلوچستان و جامعه ایران و ایش ما یک موفقیتی به تیزان ما نقش تنها که ما بودیم یک کاری می‌کردن دیگران بودن ولی حزب مردم بلوچستان تشخیص نقش بوده و تا اگر دیم برای شد در جنبی که حزب مردم بلوچستان تا داخل کشور شهر بلوچستان حسابا چه دیگه حزبان بیشتر توانایی و امکاناتی هستند از مردمی و امیدوارم شاید انترا ماشما به شکل درستی بگنده. خب حزبان سیاسی جهل برز بانت ولی خب حزب مردم بلوچستان و تعمید آرام به شکل درست و مناسب داشته و سعی کرده که همین دیم بروتن تا جایی که امکانی هست و یک چیزی که سیاست رو همیشه بود تشریح اگه ما نتونه با بلوچستان جامعه شرطین کاری بکنه سعی کنه که جو بلوچستان خرابتر مکنه و این به اصطلاح خواست و واقع بوده. دیگه ردا واجه شبیه را منی همشهریه در مثلا یک سری گپی جتانتنو شی که مثلا ما مردم بلوچی لوتانتنو خب مردم بلوچ یک چیز پلورالیسم تجامع بلوچستان هستی ما رو 100% قبولیم تششکی نیستیم که مردم ها اشاره دیگه که نه شاه لوتانتنو نه رهبر و یا نزانون یا یه دیگر و دیگر رو مرگ بر هر دوست تامگر یا هر کلمه دیگه که یکی دا بوده استفاده کردن ما 100% مثلا به شکل فکر کنه که ایران یک حکومت جمهوری بیته حاکمیت مردمه بیتن و مردم ها بتونن بود تصمیم بگیرن و شکل برنامه اساسنامه حزب مردم بلوچستان 100% مشخصه اگه ما مثلا بتونیم به سیاست دیگه بریم ما لوت ایران هم مثلا به شکل جمهوریان مختلف با هم دیگه بتونن یک حکومت مشترک تشکیل بدن من هدف هم همشین ولی خب ما به هر حال بر اساس سیاسی که داشتیم این مردم ها کم لوتانته که مثلا نشال لوتانته نه کسی دیگر لوتانته نه دیگر این ما با هم دیگه هم فکر ولی خب اهم شی لوتانته که رژیم اول براته و مبارزه و دیگه بیلن پرندا و شو مبارزه پرندا نه لا مبارزه انی انجام دیگه رندا انجام میدن باشه در جنب مشمت ایران اگر مثلا نیروان دموکراتیک و جمهوری خواه شام بتونن با هم دیگه تعامل عمل بکنن مثل سالان اول انقلاب عمل میکنن من فکر کنم ما تو مثلا بخش که مثلا لوتیت پدا ایران برگردینید به عقب آیه چه جلوگیری که اگر خمینی لوتیت 1400 سال پشتیبان یک ولود 2500 سال پشتیبان آیه هم مشورت کنید و 100% وقتی که زمانی بیتن ما مسیر مبلغ شی بنتن که تا ایران باید یک جمهوری بیتن تشه شکی مکان و ما با 100% همه سیاست دیگه ما بریم و شی واسطه ما را دلیل هم هستیم و دل بول ماکرون دا توماس پین نام گیر توماس پین اشا سایسرا فرور باندی کنه تا کمان سنس که مردم نباید مثلا مشروط خواه بیتن یا پهلوی یا شاپرست بیتن بلکه باید جمهوریت وجود بیتن و امیدوارم سنگتانی که علاقمندن توماس پین کمان سنس بوانند که میتونم مثلا ای آرگومنتان تا ایران هم استفاده کنم برای پادشاهی هر چیزی دیگه مثلا اساسی هم شد که ما خوب ایدا وقتی مثلا ایرانیانی که مثلا ما کار کنگی که بعدیه ابران که ما برگوهای ما هستند شون خوب مسلما ما وقتی سیاست حزبی دیگه ما بریم و شینه که مثلا ما رمی بوده و مثلا مجاهدان یا پهلوی یا دیگر حمایت کنیم بلکه ما وقتی سیاست مطرح کنیم ما را همچه فرصتی رسیدن تا یک فوروم یا بریم وقتی مسائل مطرح کنیم چیزی که ما بلوچان پیسر نبوده هنو هستنش تک شهرین و شیک مثلا ما را وقتی دیگه فکر کنم یکی چه واجه ولی جو استاشیت وقتی یا حسابان دیگه ندانم به شکلی کار کنه و دیگه دیگه خب ما رو وقتی دیگه ازوان بلوچ مثلا اصلا کنگره ما با هم دیگه هم نظریم مثلا همین تورنتو رو بگا مثلا وقتی تماسش گرفتگت مثلا لاتی تو تگه بیان لاتی نتون تگه بیان باش دیگه تشادگی که ایت من نظر مطرح کنه وقتی ما رو بده جستش کو ما مثلا گوشتیم کسایی که مثلا ما فکر کنه آقای حسین بورنت یا مثلا جبه موته بلوچستان جمشید چانه باشه ما در رابطه باشی که اتحادی بین برای سرنگونی رژیم فعلا جور بیته ما ایران یک کنگره با هم دیگه به یک شکل فکر کنه و اجتماعی مشکلی دا نیستیم ولی خب آیا مثلا وقت جمعه هم ما خب یک حزبی دیگه ما فقط فرق فعلا نشه و ما به صورت ولی مشترکاً در یک جهتی حرکت کنگیم و در یک جهتی روگیم و بود هم بعد نه بود 4 دانه به صلاح فارسی ایرانی که هر کم به معنای مختلف ای مشروط خوان تا کمونیست تا نزانم آدگر و یه دیگه پرشگرد که تبرکت مثلا کردان 2-3 نفر که تبرکت ترکان همه داوا بلوچانی هم 2 نفر بیه تبر بکنن تا اگه آدیگه وقتی گرانتی ما هم یکم که وقت آدیگرانی بگیریم
حالا ضرورتی بوده نیست که ترک ما خبر کنه ولی یکی دیگه بلوچی هم که تبر کردید و شی بسیار چیزی به ضرر بلوچستان نه که مثلا بوده تا حزب بلوچ بروتین دیگه و ما حزبان بلوچی خوب ما مثلا تا کنگره هستیم با هم دیگه اعلامیه مشترک دیگه تا کنگره و همبستگی و شورای دموکراسی خان و همشه کافی هم دیگه و شرایط بلوچستان فعلا همین داده و شیعه ولی خوب هر کسی دیگه بود سیاست دیگه ما برای و ما به هر حال شیعه که بلوچستان یک جامعه مناسبی بیتیم ما فکر کنه که به شکلا فعلا بهترین که ما بتونه به همبستگی و تی حزب هماد حکومت ابتدا و تی برام در دموکراسی که و حزب مردم بلوچستان رو بیتیم و بعدش هم شی بتونیم به صورت جامعه بلوچستان یک سیاست مناسبی دیگه ما بریم که بر اساس اخلاق و مناسب سیاسی بیتید نه مثلا چی بیتید که یک دیگر هم میشه زر بگیرین و هج بگیرن برله یک دیگه بدون مقدمه و بی مقدمه با هم دیگه خبر بکنه و بتونیم بی جا و بی مکان یک دیگر انتقاد بکنه بلکه بتونیم یک دیگر خبر بکنه و بتونیم مثلا یک دیگر مشکلاتی که هستن با هم دیگه بتونه حلش بکنه و دیگه ما برای تو برای خوب شیسک مستلزم شید که مادر موگش یا مثلا اتیک یا اخلاق سیاسی مردم تو کو بیتنشون سک مهمه و این چیزا نت ماشان گندی ما برای اینکه کوشش کنیم که تا جایی که امکانی هسته مسائل بلوچستان نه بر اساس خواستان وطن فعلا که یک انقلابی تا ایران بوگه خواست بلوچستان تا یک انقلاب مثلا یک مرکزیت بودگی و مثلا مردمانی خواسته یعنی هم نمایندگی بکنه و یه چیزی که یک حزب سیاسی باید بزنه که برای برنامه تفریزی را یرکنه که بتون دیگه کارانی هم انجام بداتش یک موقعی هست که گنده تی برنامه اساسنامه تونه تو اجرا بکنه یک شرایطی هست که نتونه اجرا بکنه یک کارانه یا خبرانه و خوب معاشیه مثلا به عنوان حزب مردم بلوچستان بوده نمایندگی مردم بلوچستان تا جایی که امکانی هست و بخشانی که لوتات ما بسیار به شکل آینی خبر بکنه آینی خبر انجام بدین و مسلما هم ما بر اساس خواست و دلکش آنها کار انجام دین تا جایی که امکانی هستیم و ما زانیم ما اگر به بلوچستان یه رژیم سرنگون بیته همه تشکیلاتانی که حزب داخل کشور هست ایده که حزب هستن تو یک مسئله که هست ما بیشتر تبران بوده بگشته مثلا کسایی که مثل نیلسون ماندلا یا یه دیگه موفق بودن به خاطرشی تنها نبوده که امکانات مادیش بوده 4 نفر بنین دیده بوده بلکه ایده بود تفکرات بود ایده گویا به اصطلاح پارتای مبارزش کته و تعویض مبارزش کته و قدرت مبارزش کته و حزب مردم بلوچستان یک حزب ایده‌ایه و گوت ایده‌ان رو چیت مبارزه بکنه توانمندی چه ایده‌انی که ایتن و په می خاطر هم کوشش کردند که te فوروان مختلف به طور شرکت بکنن و آتا جنگ ایده‌ان ور بیتن و گو ایده‌ان مختلفی که هستند به تی مسائل و تی حزبیان دیم آوردن آی چه سطح بین‌المللی بیتن چه سطح کشوری تا ایران بیتن و چه سطح که بلوچستان هستند و ما همه سیاست فعلا دیم آوریم و همه دو کشماوات همه دو گندگی مشمای گپ پنجانگین از مردم بلوچستان تا حاجت موفق عمل کنه و امیدواریم دیم تر هم گوشما دیگرانی کمک هر کم سوریانی و نزوریانی که هستند شام رفت کنه گفتن و امیدواریم که ما بتونیم مثلا دو پیوندی که هنگام مردم ملک هستند شدیل جنبت که ما واقعا هم مردمانی عبارت ملک گوش کنه و ما باید هم گوشتک مثلا یک تغییر یا مثلا حمایتی کم شمال عبدالحمید تهبران کته یک کمشی بود که واقعا متوجه بودم چیزی که من گندگم که واجد مولوی عبدالحمید واقعا مردمانی خبر گوش کردن و این خصلت خیلی خوبی است که یک رهبری هست و بعدش هم واجد شبیه که انتقادی هست انتقاد خیلی درسته یا شفیع حتما ماشما لازم ما گویم ساگتانی که در کلابوس جور کنن گپ جنو که آینه که نظری هستن که جوستی هستنش و تی جوستا دین بدهند مردم جوستانشان جواب داد یا همودا چون اگه جوستان که پیسر دین بدهند خیلی بهتره آیان اولویت یک بیته ولی حتما یک شکل برنامه یا هیلین که کاملا آینه که جوستش هستن جوستانش مردم جواب بداتن و صمیمانه به یک دیگر گپ بزنه و من خیلی خواسته که وجه شبیه هست تمشید که یک جایی بیتن که ای بتونید به خبران بکنن و بتونید به صوتی جوستان انجام بداتن مشروطونه تیش پی برنامه هم شبیه حتما تکلاب واسه حالا خبر کنید یه هفته یا 2 هفته یا 3 هفته را با توجه به وقتی که سنگتا هستین تو یه برنامه بیلین که هر کسی یا هر داوی جوسی هستین پیسر دیمش بداتین یا همودا جوستان دیگه انجام بداتین ولی خب چه 2 ساعت گشتر هم مردم مثلا گپ تران کنه معمولا نبیتین چون خب برای مش دیوانه بر برید دیترا شروع بنتن و خب دیترا هم تمامش کنه ولی خب ما جبرشم در کوتا گرال نزانو دیگه سنگتی هستین جوستی یا خب مسئولیت سنگتانی که در جلسه دیم برای این کیوشن سلامت بات مهربان ناصر جان تی امید کنم که سنگتانی که ادامه جوستان کتن تو پاسو په شهری گرفتن ته و دیگه چا وعده که میشمه که گیشینک بیتا نیم ساعتی باسته 20 دقیقه باسته همه 3 دقیقه پاش کرده
و آیلی جوسی واجه بلوچ هم دستین که واجه بلوچ باش که دیوان وعده ده هم مدراتورین تو هم برال دیگه رگوینگو آوتی جوستا کنته و گورچه آی جوستا گورشن که ماشما رامین بک چنل دهتی سنگتان بودم پیغام دیم داد و منی الا بازی نچارتن گیله کنگان که پشتون شفا من دستگرد کنم اینی مقابقیت اگه من بدیتینند ضرور مشمه جوس بیسر رو کتایی تنچی که شما یعنی که تنها مردم برزا کما جوسته بکن یعنی با آرگ بوانتی شما حتما نام جوستان دیما برین و شک واجه بلوچ بودی چیا کانتینو برای یک نپری من هیچی کتا و اگر دیگه سنگتان جوستی پیل که واجه شبید اگر پدا دیگه اگر بک چنل دار من چی که 10 دقیقه دیگه ما گیشتی نش نکنی و گروه بچارنته و بوشنته دیگه ما دیوانه کم بند کنی که دیوانه آکم برای کسانی آد کن و نشت والا یک نکته هست تو وجه شبیر پیل کن تو دار تو مطمئن پچم دیگه پام چی کنن واد محدوده امی آتر من اینگه پنجنگا وجه بلوش تو جوستا بکنم مارا من برای سلامت جی منتور درود دراوات پاکن سانگتان برزاده چی برات باره جهدان اشتگم ما خوشحال تو که سانگتان سر صدر نشان دادش که جلسه بحرزو من یک کامنت شیر که سانگتان پاک دستبندی کنم کمی اتاق استمان گل بلوچ پالو بکنم که دیمی برنامه یکی بیته راحت اطلاع رسانی بی تو صحیح من که دیوانی برجام داره بود هرچی فالوور لیش کرد و سانگتان دستبندی کنم فالو کنم کویتیه و دوم شیه که سنگتانه که دویچلند تو کن بانده زرشانی کلنه تو ساعت یک هست این درو سنگت هرچی که هم ده هرچی که ده نه آدگی سنگتان پیغام بده که بانده بوده بحر بزورن که مشمی بلوچه آوازی بی بوده هنچو که دیگه سازمانانی که بوده اطلاع رسانیش بوده که شرکت زورن بحر زورن و هنچو که سخنرانیانی که سازمان برمش بانوکان شاخه آلمان وقتش داد و سخنرانی کنم توی دیگه سنگتانی که اصول سخنرانی کنم منی دستبندی همشه که باندا به شکل گستردهی می سنگتانی که هستن تا آن که نیستن یه دیگه سنگتان پیغام بده به شرطش که باندا بوده بحر بزورم من نتوار ملی جمعونی که همشه دیگه تا دیوانه بردیم سلامت با تحتیواز من نتوار باشین گپیه امید کنم که سنگتانی که ده هستم افزنم که اجلا سنگتانی که بخشر حالا جوسفته سوالانشه که مطرح کنی خوبید که مردمتون جوابش بداد ضرور من امید کنم که سنگتان بر بزیرن که آلمان سنگتانی که بدام برای هستن دیوان توکا ایش کنگان و اگه هم دیگه بودی همراهی هم ببرنگون و دیگه هم بوشن سکشر سلامت باید من رو بک چنل برای چهارونه که من ضرور بگوش من هم درود روات وشان درست سنگته ده من پیغام چارته پیغام تو که بعضی جسته نگشتر هم دگرم گپ بکوته دو جز فقط هسته که یک مربوط در واقع از مردم بلوچستانه از راجی راجی زروم بشه در مورد که اتحادی که یا دشمنی که داخلی و دیگه یک جسته هم هسته که نوشته یک سنگتیه که کشتار زایدان سازمان حقوق بشر به عنوان نسخوشی چه نکوتا یعنی چه شانته تاییدی نکوتا آیا ضعف حزب بلوچیه یا نه اشترکانی بلوچی حزبان در این مورد فعالیت کوتا گزارش ارائه کوتا منظوری مطمئن همیشه یه چیزی نوشتی کشتار مردم زایدان به عنوان نسخوشی چه نوید تگن سازمان حقوق بشر به عنوان نسخوشی چه نکوتا تایید نکوتا پرچیه اگه شیه در مورد واجه ناصر اگراب بکن شهر ولد دیگه تشکر ولی خب من یکی شیه بسیار سازمان بین‌المللی یا خب سازمان بین‌المللی که سازمانی که تو تی نظر را بداتید که نسل کشیه یا نه مثلا مردم بگشیده شیخ مشوا مثلا به عنوان بلوچ گندگی که ایران حکومت نسل کشیه کنگی همیدا که من گشت مثلا بلوچستان انیگا که جویت جنینا این چه مردی را گشترین دلیل متاسفانه شد که همین دورانی که مثلا پیش زایدان هم حدود 100 نفر بلوچ چیزانی که ماش کتگوی دیستگان
اعدام بودند بغیر آنی که نگندگ نبات آنی که سوزبران کشاک باتین و متاسفانه تصادفات جادی هست شان گشتر مردینان و به شکل مثلا نسل کشی بوگید که جامعه بلوچ نزور بکنه تام زمان جامعه بلوچ طوری بوده که جنین مثلا فعالیتان کمتر شرکت بکنه مردینان هم کشاگند و این خوب ماشوا گندگند که شیب رژیم خوب تهران دیگه هستین ترکیب جمعیتی بلوچستان بدل بکنین این درستگیرا هستن ولی شی که سازمانان بین‌المللی بیان یک چیزی به عنوان نسل کشی قبول بکنن سازمان مللی قبول بکنن یک مثل کانسیکوئنسی بیتن آیا شرایط دیگه هست که نگاه حالا مثلا گوشت کشی مثلا نسل کشی ولی شی که تصویری بکنن و قبولی بکنن به عنوان نسل کشی یک شرایط دیگری لوٹیدن و بالاتر چه متاسفانه امیدوارم کم چیزی اتفاق نکنه بیتن و این رژیم روتن و بلوچ مردم هم ادعا بیتن که آرام ببندن و بیت مستروات و ببندن دیگه کسی آنی واهند و مستر ما بیتن ولی خب فعلا یک همچین چیزی امکان نیست ولی خب ما به صورت چیزانی که به صورت مطرحی کنه تونیم بکنه شاید که چیزی که ما هم تونیم فعلا به صورت هر جای مطرحی کنه شاید که اما چیزی که مولوی صاحب مطرح کنه گیتیشه که از حقوقی یعنی تونه مطرح کنه ما وقتی که مثلا نسل کشی خبر کنه حقوق بین‌المللی خبر کنه حقوق کشوری خبر کنه و همین دو چیزی که مثلا آی مطرح کنه که 100 نفری کشته بودن اشاره تکلیف روشن کنه که پرچی کشته بودن که کشتن آنی که مسئولا باید تا محاکمه بیایند اشیا مشبتونه به عنوان مثلا بلوچستان هیومن رایت گروپ یا دیگه گروه ها چه تنظیم بکنن دیمی بدن تا کار انجام بدن و یه پروسه‌ای که ما خوب برایش فکر هسته و انجام میده تا یک اندازی که بتونه شیا مثلا دیم ببره ولی خب همه که موقعشان تمام گیران متاسفانه امکاناتی لوتند که ماشاءالله بلوچا با شکل دسترسی نیستن مثلا شینکشی مثلا تا یک سری مدارک خیلی خوب جمع کنه لوتیت با امیدوارشان بتونه جمع بکنه بعد مثلا شان تا بتونه تا ژنو ببره بعد ژنو تا شان بعد از عملی تا نیویورک ببره که تمام گیران متاسفانه ماشین بگوشه مردم از آنها ماشاءالله بلوچا گرانی مشکل چیه وقتی ژنو و نیویورک هم دو شهران گرانترین دنیا هست و متاسفانه سازمان ملل تاگه شهران جایی که سازمان ملل دیده مردم باز روته مردم که باز روته هر چیز گران بیده اشید که اشان هم مثلا مردم کوشش کنه که انجام بده ولی خوشبختانه بلوچستان لازم نه مردم باز جاب روته تو تونه طریق اینترنتی تو تونه طریق مثلا کمیونیکیشن بازی مسائل حل بکنه که ما کوشش کنه که این کارا انجام بده و این چیزی که امکانی هست که مثلا اشیا نه که ماکش رژیم جمهوری اسلامی پاسخگو بیتند و یا اساسا برای همچین توهمی هسته بله خب ایشی از حقوقی تو نه ادرش چیزی که مطرح کنه باندروچ اگه ایران اتفاقی کرد و یک حقوق گرگ بود مردمانی که مثلا کشته بودن مردمانی که تحقیق بودن مردمانی که پروسه زندگی مثلا به شکل زندگی مشکلات سر کردن شام بتونن مثلا به یک شکلی اما کامپنسیشن یا چی بگوشه یک جبران خساراتی پرش ببینن و یه چیزی که مثلا مردم انجام بدادن ولی آنکه نسل کشی گیت آیی یک پروسه دیگریه و یک سری به صورت چیان دیگه لوتیدن و امیدواریم کاجمه رسیدن که به هر شکل یک مسئله مشکل مزنینه ولی خب ماشوا به صلاح باید بتونه به صلاح این مسائل یکدیگر را تشخیص بده و بتونه به صلاح چیزی امکانی هست از حقوق بین‌المللی یا حقوق داخلی ایران با دروچ انجام ده بتونه انجام بده و دیگران هم خب خیلی مهمه که چه وظایف از مردم بلوچستان و یا سازمانان حقوق بشری هم که مدرک جمع بکنه و ما مثلا برخلاف دیگران خب مثلا شون گشتر به فارسی نویسم ممکنه تا اخباران ایرانی گشتر کایانته ولی مثلا چیزی که به چارجیش نویسیده به انگلیسیه و دیم اشتراطی به سازمانان بین‌المللی یعنی ما کاملا همین فکر کنه که چیزی که مثلا دیگری انجام میده بود انجام میداده کاری که یکی نتونت انجام میداده ما از مردم انجام بده چون مردم باید به قول معروف اما با حیوانات جنگل هستند یکی مثلا جال چریته یکی برج چریته درچکان ادام مردم باید همین کاری که یکی دیگه انجام میداده خیلی خوب انجام میداده ملکا مبارزه هستن خیلی خوب انجام ده یک بنت ما در ملکا یک کار انجام ده و این به شکل کاملش کنیم لوتید مثلا یک کارانا بهتر انجام بده که مثلا چیز انجام ده بیتن و بتونه مثلا دسترس مردم ها بی ولی تو چیزی مثلا به وزارت امور خارجه کشوری دیمده تو چیزی به سازمان ملل دیمده جزء بایگانی بود بارته و خب کشورها وقتی سیاست هست در زمان مناسب اگه لازمش دید اشان تو به نفع ماشما استفاده کنه چون برای حقوق بشر کشتار ماشما یا نه تو برای ماشما استفاده کنه رژیم استفاده کنه اگه بلکه بلوچا یک روچ کشتار ماشما یا برای مثلا رژیم استفاده بکنه این امکاناتش ببیته و این کارانی که باشه انجام ده چون باز کار هستن ماشا که از مردم انجام دادن برای پروسانی که هستن ما واسه نامش نگری لازم هم نه نامش بگیریم چون یک سری کارانه که وظیفه هم انجامش نه کارا برای تبلیغات مثلا
فقط اخباری مردم هم انجام نداد، کاران زیربنایی مناسب انجام دادن و په می خاطر که دنیا مثلا از مردم گشتر مایاریتن جمهوری اسلامی ایران هم رژیم مردم از مردم سره گشتر به صورت تعصبی هستی تا مثلا یه دیگه حزبانی سرا یه دیگه تشکیلات سرا. دلیل همشه که زاند که از مردم بلوچستان سیستماتیک کار کرده و فکر کار کردن و ایده کار کردن و اشی امکانیت توسیدن. سلامت بید. این اول تمام بودن. الواجه شبیه را فکر که دیگه لوٹی که دیگه عبارو کنیم تمام بود باشه. وجه آرش تو بک چنل و تیچیام بوگاش و چیز مسجانه پدا کدیم داتوین بانه و دیگه بودمان. وجه شبیه رو من در اینکه تیم مسا که چیم وجه شبیه ترای ما پیسرای باشن که دیگه روی چی ما دیوانه گیرین. بله ما یک نقطه فقط میشم. روشن وجه آرش و تیچیام کانتر ما پدا. دیگه یک جست یک دو جست هستن یک جست فعلا دیمایش جست کنن و جنازه یک مردمی نوشته که به نظر شما در سران مشروط خواهان و سلطنت طلبها ظرفیت اینکه بنشینند و به خواسته های حزب شما که فدرال است گوش میکنند و کنار میآیند یا همانطور که در نشستهایشان که هر که صحبتی از فدرالیسم بکند باید سر به داغ در حلقومشان ریخت. البته فارسی هم همانطور که نوشته ایدی کمان که جمله بندی چیه تنتی آن زن متوجه بیته یا نه؟ متوجه بیته و نشی خوب بزنر من زیاد مثلا چیه نه حتی جسته که همیشه مردمی انجام ده مثلا فرق بیتم هم یکی جسته یا دیگه جسته هم هست دیگه یک جسته هم هست که نشتی واجه نوشته که ایمان یا اعتقاد فدرالیسم آیا باور و اندیشیدن به بازیابی سرزمین بلوچستان را نفی می‌نماید؟ یه جستم کتابی مردم یعنی در واقع آیا فدرالیسم بلوچستان وقتی حاکمیت ملی الان از آن سرزمین جدای بلوچستان نفی کنده یا نه؟ شاید دو جستم فعلا هستم. سلامت کنه. خوب مشوار میدونید دوستان جواب دین رنده و شبیه گپ جد تک رو مشوار دیگه بندی کنه چون ساعت 11 دیگه باید بندی کنیم متاسفانه من مجبور برم. مشروطه خواهان خوب بستگی هستی مثلا حزب مشروطه یک در واقع آیا هم یک منشور در مسائل ملی هستیم که به اصطلاح غیر متمرکز و از درهای کلمه خودگردانی و یا مثلا شی که تحصیل به زبان مادری نه تحصیل به زبان مادری یا تحصیل زبان مادری هم تا یک اندازه قبوله ولی خب فدرالیسم مخالفند به این خاطر آف فکر کردند که البته توجیهانش هم غیر منطقی هست و یک مثلا فدرالیسم فقط کشوران یک جدا بودن با هم وربانتن که فدرال تشکیل دادن در حالی که یک واقعیت نه اتفاقا تاریخ مدرن و یک فدرالیسم جور بودن کشوران بودن که متحد و شکل بودن مثل بلژیک پیسر تراهر بودن رد فدرال بودن یا مثلا اسپانیا و یا هند خوب به خاطر نبود که مثلا کشوران مختلف بانگور بودن فدرال بودن بلکه یک مبارزه مشترکی بوده که برای امپریالیسم و اشغالگری که خب مثلا جمهوری اسلامی ایران هم یک اندیگان کشوری دولتی هست حداقل اگر ایران جرینده به عنوان امپریالیست حساب نکنه دولت ایران دولت امپریالیستیه که حتی داخل کشور لوتیت یک سیاست مخصوص امپریالیستی دیما برای هم تا منطقه خود ایران هم با توجه به کامبینیشن ترکیب اجتماعی لازم ملی که هستند فرهنگی تو کشور فدرالی ببیته آن دلیلش چیه ولی خب آیا هم غیر متمرکز قبوله و به شکل به اصطلاح معتدل ترن یک بخشی هستند که به اصطلاح سلطنت طلبن آیان دیگه بیچ وجه بشن که ما نه ایران بیچ هیچ دا به اصطلاح فدرالیسم یا مثلا ملیتان و یه دیگه دیگران قبول نکنه و همه دکتر وشت همه کلمات ها اگه استفادهش نکنه مستقیم بله خب از فکری تا همه شکل آید ولی خب هر حال یه شا هستند و ایشان هم ما خوب به یک شکلانه تو انتظار بحث بکنیم ولی شما بودی آرگومنتان هم نردم انجامش دادید برای مثلا آقای فاضل پادشاهی که انو هم یه مشروطه ها مثلا یک سری دیوان هم بود تگنت مردم گوشا یک جلسه ما را هست تا لندن ها بعد بوده مثلا همین خبران بودن مسئله حقوقی و شک ما بوده فدرالیسم مطرح بود یا آقای جواب دادن یا آقای خود فاضل پادشاهی که نه تا ایران اگه مثلا ما حقوق ملتان قبول بکنه اما مردمانی که مثلا هستند مثلا مردمان دیگه مخالفت کنند بعدش خوب هم جواب داد که اگه قرار مردمان مشهد و مردمان یزد یعنی حقوق مخالف ببنده و
خب من نتونستم وقتی هموطن بگشم. اما زمانی که من وقتی هموطن بشم و باز تو یک کشور زندگی بکنه کاملا حقوق قبول بکنه، قبول نکنه چطور که هست که تو من فکر کنه باشم هموطنه و این خبر به اصطلاح در واقع شما گشتر تضادها گشتر کنه. واقعیتش این واسه خوب آدم در سنجیده ایه. بعد بعد که جلسه تمام بود ما برای تصادف رفته یک جا یکی به اصطلاح میسران نشته، بعد یک مثلا یک چی هست به اصطلاح استراحتی هست معذرت خواهی کو که ما بده یه خبر بوده و من هدف شی نبود که مثلا ایده بگه شما خب هر حال مسئله نه مش بوده بحث کنیم و اگه تو یه بحث بکنی خب هم تیز جواب هم نداد اگر ولی مثلا همشه که تو بده روتی جواب بده به قول معروف don't get mad get even ماشما بری اصلا هیچ میگیریم عصبانی بشی لازم نه و یه چیز مهمیه مثلا شک مثلا همین اندگام تو بلوچستان شرقی ها یک سندی یا گشتگت که مکران جو سنده بعد مشوی بلوچان زهر گرفتن سری یک اندازه‌ای که متاسفانه کلمات بدی بین یک دیگر را بدلش کردن توییتر و اینستاگرام و شانا ولی یک دوستان بلوچستان شرقی هم منوش حالا من یاد میتونم مثلا همین جست یک پتان یک کتگت که یا پشتون یک کتگت ولی پشتون هم باش نمیگوشن پتان آیا باش میگوشنش پشتون و خوب بشین که آیا مثلا گویدی که حتی که گرفان نصیر خوبت آقا چکزی که دیمان خوبت بلوچانی رهبران نزدیک بوده بلوچستان خود مختاری واسطه هم بازی بوده باز و حتی بلوچستان اولی به صلاح جلسه بوده که جرگی بوده که آقای یوسف عزیز مگسی های اشتایت و آیه به صلاح پتی بیته عبدالصمد فکر کنم پتی بیته هم برزوری که طرفدار شامانتی که بلوچستان به شکل کشور مستقلی بیته دور خان نصیر خوب قدیما زمانی که انگلیس حکومت بوده تجیبنی کار کردن یا بری آقا چکزی ها زوری بار تجیبنی با هم دیگه برمان دریا آقا چکزی خوب وقتی دریا بلوچستان اگه مکران اگه گندیتن بوشی که من را باش عبدالی قبل سر تو کنم انتها کتاب گلخان نصیر هم هستن چی تا مقدمه وقتی نوشته که بعد آقا چکزی بوشیتن که اگه من رو قبل سر تو کنم بجاش که برفت هندی بگیرتین بیاتین مکرانی بگیرتین که دریا ما را بودین برای وجه دورخان نصیری بوشیدند که خوب آوادی هم عبدالی کوشش کتا بیایتیم مکران بگیریتیم ولی آوادی حکومت نصیر من نبودم دیگه نصیر ایده بودم منظور نصیر خان نوری بوده که شاه عبدالی جتو درک کد یا ایده جواب مردم دادند get even don't get mad مثلا شنک مثلا آیا چیست حالا یک سندی مثلا بعضی کتی ملک هم داشت نکم که مکران هم جزء سنده بگوشی خوب خیلی ممنون بیاد تا مکران هم بگیر ماشما برده تا بالا چه پاکستان ها درک سند آزاد کن بیاد تا مکران هم بگیر چاره تی قدرت چین چوبیته بشین که مردم مثلا یه شکل جوابان درست و مناسب و منطقی بداتید طرف ها تو مثلا برابری بکنید بلکه ما رویم بوده و همه برای مکنه چه بود حقوق دفاع مکنه و پیشدارک ما بیتیم که ما برای هم منطقی هستیم آودی ماشما پجای نرسیم فدرالیسم خوب بیش وجه نفت نکردید که بلوچستان سرزمین مالک بلوچ است و دلیلی هم همشند که بازین چه گروهانی مثل مشروطه ها دیگه آدم مخالف فدرالیسم همشند که فدرالیسم مثلا به شکل حاکمیت مردم حمایت کنند بس دیگه کجا فدرالیسم ببینید مثلا فدرالیسم حتی تا کشوران مثل امارات هستند هم حاکمیت به حال ودا خوب بر اساس هم سیستم وستفالین پا شیخانی دادید بل خوب ودا مثلا بخشان هر مردمی وقتی چی هست دیگه وقتی حاکمیتش هستن یزمان بیتن تا شارجه بیتن تا یه دیگه بحرانی باتی تا اصل خیمه بیتن یا دوبی بیتن یا ابوظبی بیتن و همه دعوات مثلا کانتونان سوئیس و یا مثلا سورنتیک تا آمریکا مثلا ایالت ها هستن بستگی است که اشتراکایی انجام بده چون فدرالیسم در واقع به یک شکل حاکمیت مثلا دوگانه هستند دیگه دول سورنتی که یک بخش حاکمیت مال دولت فدراله که بیشتر از مدیریتی و یک بخشی به اصطلاح برای مردم این که به اصطلاح حاکمیت یشاتان و ما این مسئله یک مثلا فدرالیسم تا بود مطرح کنه از سنگتانی که تسویسانه تا همیشه جالبه مثلا گنده انت یا کسایی که آلمان هست که مثلا یک ایالتی هستید بعضی یک سری وابستگی هست با ایالت دیگه من نتونم مثلا دیگه ایالتی برای یک سری مشخصاتی مخصوصی هستند و یه چیزی که مثلا به شکل فدرالیسم تامین کنه تا یک اندازه یا که تو برای بتونه به اصطلاح وقتی ترکیب جمعیتی و دیگه حفظ بکنه
تو بتونی مثلا یک سری خود مختاری درونی ترا بیتین و وقتی به اصطلاح فرهنگ و تمدن و وقتی به اصطلاح زبان ایشان بتونه حفظ بکنه و ما همچی فدرالیسم می‌لوتیم پای ایران و گاهی که ما کلمه فدرالیسم استفاده کنه خب فدرالیسم به اصطلاح بقولشیان یک زبان بالاتری که مثلا مردم به جاش مثلا بگوش یه چیز برابر بیته تو کلمه فدرال استفاده کنه ولی خب هر کسی مثلا فدرال ممکنه یک دیگه معنی یک فدرالیسم بیشتر مثلا دموکراسی حل نکن فدرالیسم مثلا سیکولاریسم حل نکن فدرالیسم فقط برای ساختاری درست کنه برای شکل مثلا بخش کمیونیت‌های مختلف ملی زبانی یا جغرافیایی با هم دیگه سازگار بکنه و دولت مرکزی بی‌طرف بکنه در مقابلشان و این بخشا به صورت یک سیستمی تو که حل کنه هم به دموکراسی مسئله رفاه اجتماعی حل نکنه مسئله فدرالیسم حل نکنه مسئله سیکولاریسم حتی باز جا حل نکنه بلکه آیاماتش دیگه پروژه هست که به شکل دیگه ما پمی خاطر اصرار کنه که بشه مهم اینه که کجا تا این منشوران رو ما شما سنگتانی که در هستن بلوچانی که متوجه کنن باشه باید بوانیم بزانه حقوق قانونی ها بنابراین تا این کمیسیون ها و یک چیز سخت مهمه که اگر ماشو صندلی سر ما به میز کرا ماشو رو میسرا یر کنه بهرین کنه چه پیسرن داو بوده همین کوشش کنه هر سند میز سر که باسی بیتن ماشو رو لوتاینه ماشو برن ویتی خبر بکنه تا کسی ببین تا بوده بهری بگیرن تا ورقه ور به نه کسی ببین که ورانته و این سخت مهمه و یک مثالش وارده در رابطه با کردستان و اتفاقا همین بود که به صورت جلسه تمام باید با خالد عزیزی یک مشورتی همچه بسیار خصوصی با هم دیگه انجام داد رفتیم یک ریاض بعد آیوت اتفاق مثلا علاقمندت که بعد هم آخرای جنبندی بکنیم با هم دیگه ما همین خبر کتند چون حزب دموکرات کردستان ایران مثلا یک سیاست ایزولوگرایی بود که اتفاق پیچشی هم برام بود و تا خالد عزیزی هم برکته و تا معتدی هم برکته و تا اجری هم برکته که مثلا بود مردم چه سیاست و چه مثلا گپانی مثلا اهمیتش هست از طرف ما مطرح کنه بنده تو همین در دوستان عرب آقای جلیل شهرانی حزب تضامن مثلا رهبر ما برکته و همین در ترکانی که مثلا یونس و سیمین وشان هم گپ زد ولی خب خصوصا عذاب کرد مثلا یک کمانگی گشتری بود تا این رابطه ها و بودم همین اول کتاب ما خوشی که شکل شما مثلا بود رسما مثلا حزب دموکرات هم مثلا یک سیاسی که فورمان که تی سیاستان اعلام کرده که از دیپلماسیش درست نیست و یه انتقادی که ما هم کتاگم تو هم رهبریتش و هم شکلان دیگری که حزب سیاسی به شکلان مثلا تشریعات متفاوت و خصوصی انقلاب و شرایط بسیار سریع تغییر کننده و فاکتوران مختلف داخلی و خارجی تشریعات تاثیر هستند معمولا چاری که مثلا به چه شکلی بتون منافع ملی تامین کنه چون هر چیز مردم واشنامی نلوتیده یک حزب سیاسی منافع ملی فکر وادی کنه که کشوری مثلا تو کاری انجام بده بعد لوته مثلا به شکل دولت مردی عمل بکنه تو وقتی واشنامی بدنامی نچاره تو منافع ملی چاره اونش که سیاسی شوی دیما برای یکم که آیسولیشنیست و یک باری پیشش عمل انجام شده شما وقتی خبر کنه و این بسیار درست نه و وقتی همین مسائل ایجاد میشه که خبرتی تا اندازه درست نه چون مثلا این که وقتی که عراق اتفاق فقط کردا خوب دلجم نیست مثلا بتونن با تادی عراقی همکاری بکنن تا اینکه ایران هاتونو آدیگانی که ناسیونالیستان مثل علوی و یعنی که ایران همکارن و یا آدیگرانی که مثلا کمونیستان تو بتونن گونش همکاری بکنن ولی چی آمریکایی باشن که آقا جان ما یک پروژه دیگه ما بریم شما زانتا شما یا کای صندلی سر ننده تا بهری گره شود یا آپتیو یا همچنین که میسرا به تو بهر بدان به دست دیگران ازدانید که مشما سیاست ملی در رابطه بلوچستان رو تندیم ما بریم و یه سخت مهمه که ما بریم تا یه بخشان شرکت بکنه و وقتی خبران رو گورش مطرح بکنه و بتونه حتی جوابان منطقی بدین نه جوابان سربالا بدین یا مثلا آدم یاد کومید جواب دهماد و گلخان نصیری جواب بده یا مثلا یه تام در پارلمان سوئد حالا برای شما یک سری چیزا رو تعریف کنم مثلا خوب مردمش بهش کنته چون ممکنه بحثا بودن و خب دی پخشن بودن ولی خب راندگار و تا اینترنت هم متاسفانه ما شما هم سری آرشیوی نیستین من اشتیاقی بود خب نوبت به اصطلاح بحث ما در پارلمان سوئد که یونیتی یونایتد فور دموکراسی این ایران مثلا همچین برنامه اشتیاقش که مثلا ودا ما هم رفت تبرکت گرا یکی وقتی که مثلا سال میشه اگر مثلا بلوچستانش فدرال بکنه یا به شکل چی ویته خوب آوادی مثلا بلوچستان ضرر کنه بلوچستان مثلا یه امکانات نیستن خب ما هم تو مثلا بیام عصبانی بود چون یه دیگران دعوا ولی
مردم فعلا واقعا یکی چه می‌بینی نزدیکترین مثلا از روابط شخصی یکی چه بهترین دوستان بیت بعد از جوابی که من داد. واقعا من تشکر کنم خیلی ممنون دوست تو بلوچستان مثال زد که امکانات نیست ولی تو بلوچستان برو نقشه استراتژیک بچار منابع طبیعی بلوچستان برو بچار بلوچستان دنیا شروع بیته آن میگه دنیا تمام بیته اگر بلوچستان بتونه وقتی تصمیم وقت بگیرید همین راه و جاده و بندرانی که بتونه جورش بکنه بتونه هند و چین فقط رفت آمدن و لاب سیر بیته لازم نه اساسا ممکنه مردم بلوچ کار بکنن مثل یونانی بلنده فقط فلسفه بکنن و بعدش هم نگاه هم تو برو کتابانی که ایران وقتی هستن تا فکر کنم سالان 92 93 ایران اروپایی سالان ما گوشگون نه ایرانی هم مثلا یک کتاب جغرافیایی من دست رسید که در سطح راهنماییت دبیرستان خود نوشته که بلوچستان مهاجر پذیرترین استان ایرانه بعد من جواب اگه بلوچستان چیزی نیستن پس بلوچستان برای مهاجر پذیرترین استان ایرانه حتما یه چیز شرعی هست که تدریج جای ایران مردم کاین و بلوچستان دیمده یک منطقه طرف دولت که کاین به کار واسطه و مهاجر پذیرترین استان ایرانه حتما یک دیگه شرعی هستن ادانید که مردم مثلا جوابا گو منطقی بود دلیل بداتن آیان هم مثلا تو نه قانع باندی تو سیاست همچی چیزی سیاست چینه که مثلا گنز بگیره زر بگیره مروه که من نیاونو منی خبر همشین منی بسلاشین که تو بیا منی درو شرطا قبول کن سیاست همچی چیزی نیستین و ما شو بلوچان شی آزمایش کته و ملک ما دست داده ماشوار شهید هستیم ایده مسائل جنو یه دیگه ملک هستیم بهترین ماشوار ملک بیتین شهید کمتر رو باندین زندگی بهترین چه مثلا مرگا و شهید واقعا اگه یک مرد متواتر شهید بیتین واقعا سخت شارند ولی کوشش بکنید که شهید کمتر رو باندین و فیلسوف و پروفسور و نظانم پزشک و دکتر و مهندس و اشانه گشته رو باندین سلامت به واجب ملک جان من یک تکی وقت بده من بروتای گپ پیدا کنم ولی ناسه من ضرور من در وارد اونو که شبیرم بوده گله که ما وارد چیم کنم شبیرم هم دانشته شبیر چه پیسر تر دیم من ضرور من یا دقیقه من تی من دل یک دقیقه من تی عبارم اور روتی یک دقیقه ما بروتا واجا ناصر تی گپ زبردست واش تمام بروتای واشکن دی طرف کنه که ماتر ده چ دیا ولی ما مجبوره که یک نمره واتر بکنه تر 9 بدیم پرچی واسه تر 9 بدیم به خاطر ایشی که تو 3-4 رندوتی گپان تو کا 8 هجم مکنی هجم کزانی کای کنتی هجم اسلام آباد کن هجم تهران کنتی که بلوچ چوکا تو شکایت پادا تو پنگانی دپیدانتی بلوچ راجا یا بلوچ چوکا یا بلوچ زانتکارا هیچ وقت هجم نکوتا متوجه نه هیچ وقت هجمی نکوتونی واجه چوک بلوچ چوکا همیشه وقتی سرزمین تو کا اوشتاتا مروچی بلوچ متد یک متدی که اگر جهان وقتی چما پچ بکات اگر تهرانی وقتی چما پچ بکات اگر اسلام آبادی وقتی چما پچ بکات ذاتی که بلوچ چوک سانده جنین و سانده مردینا که دست حالی یک دولت ینگو که تا خرخره مسلحین آئی مقابله اوشتاتا گا اگر آکوت شلواری شالتانی که وانکویرا یا واشنگتن ڈی سی نشتا اگر مروچی بلوچ سانتیا مگنتی گورا مطلب گوشا مستری ہجمکاری مستری دیوانے امتی کہ باند اروج بلوٹی ٹیبل ٹاک کا بنی دیتی وہ پدا ہمارا خوشی کہ تو ہجمہ کا نانا نہ ہو جا ہجمے کا نہیں ہجم شما کرنے کہ مارا جانے ما پدا ہم شما ہجمہ شما 7 سال میں سر ہجم کوتا بلے ما پدا چی کوتا ما پدا شما ہم آواز بیتی مزاتا شما رہتا ایک بتانا ہم چیانی تو کا نندتا پستاک چی مشتی کمبرا گرتا توما کو پستاک گرتا شما نندتا ایک بتانا چیانی تو کا فلاتانی تو کا نندتا میں سرا کاندتا بلا آکوز شلواری شالتان کے نشتا وانکویرا واشنگتن ڈی سی آمانا گوشی کے تو بیا ٹیبل ٹاک سرا بینت من تو گا پو دیوان کن یہ ہجمے کا اپنے توجہ یک نمبرے میں واتر کو بوقت دیتی زبردست زندگی واجه شبیر تاوتی جوستا بکنه و دیگه مرد دانه هم جوستا هستیم با یک چنل آهن سیک به من برو دیوانا دیگه کم کم بندی کنیم سلامت باد حالا منتفارم باز تشکر کنم ما به هر حال ای گفان لازم بیبیم نکته ایشیه که مروچی پراگماتیسم جوابهای پراگماتیستی من زانم که غیر علمی هسته یعنی ای که هر چیزی منافع بلوچا بی حقیقته این یک پراگماتی سیاسته این سیاست
ما را به راه غلط بردی. ما نتوانیم بر حسب منافع بلوچ و یا ملت بلوچ حرکت بکنیم. ما لازم بگوشیم حقیقت چیه؟ حقیقت مای ملت بلوچ منفعات هست، یعنی چیز هست، خیر هست. یعنی اگر حقیقت تبی یک سیاستی ما را نتوانیم به راه صحیح علمی ببره. متاسفانه جوابایی که منی وجه عزیز منی ناصر عزیز جواب داد باز پراگماتیستی بودا و غیر علمی بودا. منی نظرم امید هست که یک روچی حزب مردم بلوچستان بتوانی یک روچی بنندی منی گونه مناظره بکنیم و برای که ملت بلوچ بتوانی سر مسائل اساسی بتوانه آگاه ببین. امید است که یک روچی من این درخواست و دعوت را قبول بکنم و بنشینیم منی گونه مناظره بکنیم این دیوان توکا که بتوانیم وقتی مردم آگاه بکنیم. منتوار بده. سلامت با توجه شبیر تیواز مهربانی وجه ناصر تر گپی هست من دون تر واده کنن و ما وقتی نظر گوشتن تو آواز شبیره وقتی نظری گوشتن در رابطه با این موضوع خب باید یه شکل مثلا ایدئولوژیک یا مثلا بر اساس های فکر کنته و ما خوب بر اساس مثلا سیاست حزب مردم و خواستان عمومی که دیگه مردم بلوچ هستند و بر اساس تشخیص خب مسلما باید انت سیاست هم خوب بخش رشنالی هست، رشنال پولیتیک به صورت اینترنشنال پولیتیک هست، کشوری هم هست. ما به قول معروف بر اساس اسکول و اسکولی کنیم موفق ملتان واسطون تی کاری انجام بدادن سرا مردم حرکت کردن و ایشی خوب سیاستی که مشخصی توی حزب دیم برای سیاستی که برای تو باید حکومت بکنه دولت تشکیل بده یا البته به اصطلاح به شکلی مبارزه بکنه چه دیم برای وایی که به اصطلاح ماشوا بلوچ ما درات بلوچ ها خبر کنه تو واسش ماکرا جان خب برای نمره نوعی مرا تدکی جای داد آیی که قبول بوده پده جای دیگه نوع داد آیی مسئله معادلی پده کمتر بوده و یه خیلی خوبه تام که مردم انتقاد بکنن. ولی خب من از دیده وقتی بلوچا ماشوا باشه ماشوا چطور رفتار بکنه آخه آیا هیچ ماستین تا یک ماشوا 100% زانی پمش ماشوا نشته در گپ جنگی وگرنه خب ماشوا را اگر آین هیچ بدیم بودین ماشوا وقتی ملک هستند و دیست که اسلام آدم تو گشت ماشوا بلوچان خوب محمد علی جناب بدی نکوت اگر ولیت میشه ملکی گفت حالا خب مثلا آدیگران یاد کن همه داوا مشروطی اشتباه مثلا یک باری آدیگر برد یک باری آدیگر رو تاگه مشمول جنگان آیان چه تو عمل کنند آین مثلا و خب مشروع باید گویی اتحاد گویی روش درسته باید بتونه یک کاری بکنید که ما اتفاقا همین ببخش باید مثلا خب مردم یک بقول معروف باز عمری پته باز چیزام ذاتی باز این چیزانی هم ممکنه دیگه مردم را تا حساب کنند ما همیشه خب هر کسی ذات طرفدار بیزنجی بود تگین هنگام بلوچستان شرقی چه سیاسی دیمارات هنی واقعا تو گوهر بلوچ که بلوچستان شرقی خبر کنه گیشینا پدا برگشت کنه ما سیاست بیزنجی و ما اتفاقا وقتی گفت تورنتو رفته تو بلوچستان شرقی مردم بوده باز تو خوشبختانه باز هم آدمان با محبتیت واقعا بلوچانی که تورنتو هستند یونیک اند و بوده که مردم را احساس کن که اساسا چه یک شهر بلوچی هم بوده گشتر تحویلی گرفتن مثلا لوتا هر کسی طرف بگین دیتم گپ بجنته و مردم واقعا هم مثلا تمام روز مردم وقتی اشتریه که مثلا 1 ساعت 2 ساعت یا 3 ساعت سبات نهاری ورگا تا مثلا شفا پیش وابسگا مردم گویا که باید بودین که بتونید مثلا گو مردم تی گپ ترانه بکنید همون همه ابران تنو مثلا که کشورها بلوچستان مثلا چه مشکلاتی هستند و بعد هم خوب هر حال با توجه به انداز ما که پیداگوشی بود که ما مثلا سگ پراگماتیک عمل کنیم خب به هر حال اسکول بیزنجی تو بلوچستان سیاست هم مردم که این سگ پراگماتیک عمل کنن و خبرانی همسایه کنن که بر اساس یک سری منطق و چیا و تچی و ما با تو شخصا هم شانس متواجد بیزنجی بگیند و آیه مثلا تمامی مثلا کتابان نوشتن و یا مثلا خبرانی که در رابطه با این بودن تمام گوش بودن تو چهار تگن و واقعا هم تشویق کنم تمام اینا که بیزنجی و چیزانی که بودن تبران و گپانی بودن تا کم نویسته بودن ولی چیزانی بوده توجه بکنه چون اخلاق رفتار آیه به اصطلاح طرز خبر این تمام اینا خارق العاده بودن همون خبراتی که به اصطلاح خوب بلوچستان شانس دست دادن و
زمانی بلوچستان تو دیم بروت تو 50 پا بسا به شکل مشکلات پیش بیتین و آیه همه بری که کانگون بوده 50 پا مردم مخالف پاکستان ارتش بودن و کسایی که سگ پیسر پاکستان ارتش طرفداری بودن نگاه تمام مشکل پاکستان ارتش گندگان و تصادف یک مردمی هم یک تصویر همه روشک وادی کوی پادی تو دیم داد که بیزادی یک خبری همه وادی کوتگی که مثلا زمانی پاکستان که 50 تو که جنگ جیره بیتن آوادی یک مبلوش تیار میکنه بتونه در بکشه اما نوشته هم هست تا بیزنجوی عکس هم هست کسی لوتی تک فرمی هم دیم ایشی ما پایه دیم داد بعد آیه ترامپ بازی دیگه دیم داد اگر همه در تورنتو که هستیم شاید که همین مردم پیسر بیزنجوی مخالف بودن همینگاه تو طرفدار بیزنجو بودن تو آیه روش و کار و آیه بودن ادانید که ما باید مثلا به همه شکل فکر بکنیم مثلا بیچاره مثلا رهبرانی که مثلا به شکل موفق تا یک زمینانی عملش کنه نه اینکه آدمان قابل انتقادی نبودن یک زمینانی به شکل درست عملش کنه آینی مثلا روش کاری یاد بگیره ایشه ما چارند که مثلا معمولا بری هستند که اپوزیسیون معمولا مشابه حکومت میتن اپوزیسیون شرط مشابه حکومت نمیتن و این بخشی که ما کوشش کنیم تا از مردمش انجام بدیم مشابه مثلا حاکمیت ایران مبی مثلا از ما هستن تا ایران ها تا جاگا مثلا همین وقت سلطنت طلبات تو کلاتی از هستن یا مثلا تا بخش جمهوری خواهم هستن که مثلا لوت مشابه جمهوری اسلامی یا مشابه شاه و بعد خمینی مشابه شاه هست دیگه و هنیگه هم مثلا ماشما شخصیت مثل مولوی عبدالحمید دماد کنه که با یک اپوزیسیون حکومت ولی خواستان و موضوعانی مطرح کنه واقعا چهره انسانیش هستن و این مهمه و همین چی هم شد مشابه بلوچا یا احزاب سیاسی بلوچ یا شخصیتان بلوچ سعی میکنند که کپی مثلا جمهوری اسلامی ببین یا کپی مثلا دیگه کسایی که میشه ملک حاکمه ببین بلکه بلوچ مثلا بر اساس حقوق بشر و روش درست کاری کارآمدی آوره ببخشید من جواب ده یکم دراز کش بود با کامنت تا بلکه ما مجبور تا چیزا نبودشم سلامت و منت و ناصر جان تی باز مهربانی که مریچی و تی وعده داد و دیگه دو کسا که بکچرا و تی یک چیزانی واشتر تا نوشتر تانته و تی جسته دو این جستانی منی الان مرچی بون گپ نیاد که ما گپ یه بارا گپ بکنه هم جسته بکنه یکی زبان بلوچی بارا واشتر که از مردم چه انداز زبان بلوچی اثر کار کتا و دیم رویا برای مروچی بون گپ نینا و شنکه ایشی منی الان درستی گنان می وظیفه این کارا بکنیم بلوچی زبان که دیم رویا و انچو حزب بیتین یا حزب اگر تک تک مردمان و دیگه مردمانی که بلوچانی که هستن بلوچستان سرزمینه و دیگه یکی هم گوشتاید که پرچم بلوچستان دو سه پرچم هم تو یه پرچمی کردانی یه پرچمی که شما پرچم دو سه پرچم نزان بر ناصر جان اگر یک دو دقیقه توشانی چیه گپی کنه و شهر نگنن من گروهشون که دیوانه بند کنم برای لیمه بونگپ نه دیوانه رحمت به نخوب سنگتان جوش که جواب زین و دیگه رنچ دا دیگه فکر کنم دیگه بندی کنه بلوچی زبان خوب مشمد روزانید که من وقتی علاقه مندی پس سیاسته یاد که واقعا هم شیب تک من هدفم چما اول هم که بلوچی زبان سر کار بکنم همشا لینگویستیک و هم وانتد ولی خب لینگویستیک و یک چیزی یاد گرفت که تا زمانی که ارتشی ما بیتین تر زبان هم نیستیم و نمونه هم واسه سوئد و نروژ زبان یکی پرکش چشی که مثلا زبان سلیمان کوه زبان تا مثلا مکران زبان پرکشانی کمترین ولی خب دو دانه زبان مختلفه چون ارتشش هستیم و ما خب تیز مردم شما اول هم کوشش کتاب کدی سنگتان کردن بکنین که بلوچی زبان یاد بگیرن تو ماماتون شخصا خوب بلوچی زبان یاد گرفته و گشتری مقالاتی که من گفتی در رستایگی هم بلوچ شاعر و بلوچ پجار و یا تا مقالاتی که در فدرالیسم نوشتن شما هم بلوچی ترجمه گفتم گرا است که متاسفانه سرش کار کنه گو چاپ یک لوتی تنت و یا دیگه مقالاتی که در رابطه با همین سازماندهی مسئله گرچلان سازماندهی یا که مثلا این چیزا هستند دیگه مقالاتی که هستن چه معامله نوشته خب متاسفانه تو منتشر کنم ولی تمام اینا په بلوچی هستند بلوچی زبان هم باز اهمیت داریم و متسانگتا هم کوشش کنه که هندگان هم یک کارا بکنن و هم ده هم ما بسیار کلاس اشتراک بلوچی زبان ها یا بلوچ فرهنگ جوانانی که اصل لوتا یاد بگیرن و یعنی هم برنامه اساس الهی لوتا بلوچی زبان ها یاد بگیرن
و کوشش کنید که بلوچی که جای بلنی که کسایی که بودن بیایند کمکی پکارنش به بلوچی وارد نویسه که بیان کار انجام بدن یه در حد کارانی که ما در کنار به اصطلاح دیگه چیزا تا زبان بلوچیش کنه و من هدف هم همین که اگه ما بتونیم چیزا دیگه ما ببریم ماشا تمام گینا در عرض یک مدت آینده بتونیم وقتی ادبیات کاملا بلوچی بیت ما موقع تو خوب منتقد و همیشه گفته این مسئله تا زمانی که ادبیات و نوشتار بلوچی ما بیتن ما نتونیم شرم فکر بکنه و یه سک مهمه که بلوچانی کامنت نویسن بخصوص در ایران هم اگه در فارسی استفاده کنن حتی ساده این چیزا اگر لوتن درج که نامه بنویسن لوتن په فارسی بنویسن من ندارم پرچیا بلوچی بنویسید اگر لوتن اگر مسئله نه تو سراوانی بلوچی نویسه ما کسی کاندی نویسون و دیگه مثلا زایدانی نویسید و دیگه راسکی نویسید بلوچی بنویسن اشیا بس یاد بگیرم از کم کم اشیا چه ماشما کم کم عادت کنه بلوچی نویسگا بلوچستان پرچم خوب هر یکی بسرا همگان خوب دادان بلوچستان هستند به شکلانی و مشخصا شاه هم ودا به کوشش همی بودد که پیسرتر خوب یک پرچمی بیتید ولی بلوچستان شرقی سنگتان وقتش واقعا پیسرتر همه پرچمش قبول کرد و آقای خیربی راوتی بسیار پرچم لوته چما و داودی آیی و مهران دویم بسیار یکی نگورتن با هم دیگه مهران هم تماس گرفت و گشتی که ما را همین پرچم قبوله ما شما یکی پرچم استفاده کنه بعد خب سیاستان منطقه که هسته تا این تشخیص داد که بهترین وقتش دیگه پرچم استفاده بکنند و ایشی به نظر من هم کار منطقی درستی انجامش داد اگه ما دوا که واجه شبیه را گشتی خوب سخت پراگماتیک و مرد فکر کنند طرف جنبش ملی و یک کارش هیچ ایرادی نیست از نظر ما وقتی پرچمش مثلا فرقش و خوب آیا هم وقتی مسائل حل کنند و ما شما هم وقتی مسائل حل کنیم که بلوچستان امیدواریم که پرچمی همیشه یکی بیتن و مشکلی مبیتن ولی خب شام فعلا یه بوده و کردانی هم یکی پرچم نه مثلا بخشی که ترکیه یه پرچم باز استفاده نکرده تا بخشی تا سوریه یه پرچم باز استفاده نکرده بلکه گشتر ما وقتی پرچمان حزبی استفاده کنند تا پرچم ملی کردا خب یه پرچم به صورت کردستان بوده تا یک شرایطی وجودی است که تاریخ قدیمی هست انتظار لازم مدت که مثلا چون مدت پیش و ما شو بلوچستان چه پیسر پرچمی بوده به شکل کشوری بوده که مشواره شانس بوده که مدتی حداقل بودن و ده پرچم بوده بر اساس پرچم زورک بوده و پای خاطر که به اصطلاح دچار مشکل مردم بودن تو بلوچستان شرقی هم پرچم زیادی مدت استفادهش نکرد به دلایل مشخصه وقتی بوده هستن به خاطر سیاستان افتخار کرات بوده که تنتون به شکلان دیگه ما هم سعی کنیم خب برای مثلا بلوچستان غربی مثلا به شکل بودن که فعلا هستند و دریای بلوچستان رو تیارای بیتن به به شکل نوآوری بیتن و روش بوده جناق بیتن کم نشان توانمندی بلوچستان روش و همین واقعا هم شکل معاوله که خبر کتگن نه هنگام ما یابر کنه که جنبش زن زندگی آزادی هست بلکه ما هم آبادی هم گشته که روش نشان جنین بلوچین روش نای چون ما مولا فاضل شهر شهر رو گرداشتن نشانت ماتگار بلوچ هر جا بیتن پای جنین گود نشانی بوده که فرق کرده چه دیگران و نگاه هم آگندگی که مثلا بلوچ جنین بوده اگر چه گرانه بازین ایرادش گریتن خارجش بازن برای شیعه بلوچ هویت یک بحری بوده مخصوص بلوچ جنین مثلا زیبایی و تمیزی بلوچ بوده بلوچ جنینه و ایشی واقعا هم روش هوا ودی هم اگه یکی برو بچاریتن قدیمی نوشتانی که ما رو بودن تا ما باز بوده ما روش به عنوان مثلا نشان بلوچ جنینه بوده اگر مثلا آدیگران هرچی بودن دریا ولی خب ای به عنوان بلوچ جنین نشان بوده و یه چیز عجیب غریبی نه تو دنیای توکا ما وقت به هیچ وجه حتی ما ودی ماشیار بوده لحظه چمشانی که رند مثلا استقلال طلب بوده مار شیرازی هم پرچم هم طرفدار بوده مار شیرازی که پرچم خانکلات و چون ناصر وقتی مثلا خانزاده یا حتی قانون پرچم آزوریته بعد همایا یا حتی بعد همه پرچم مخالف بوده رفتن ولا یعنی مردم تا هر چی بکنه ایراد گرفته این مسئله اینه که سیاست توکا و ما حتی نوشتش هم کشی مثلا نشاد گرفته کلاتا و پرچم کلاتا واقعا تمام شه پرچم کلاتا نشاد گرفته ولی نوآوری بوده و با توجه به شرایط ژئوپلیتیک بلوچستان این مثلا مطرح کنه بوده و همیتی به دریای بلوچستان نیروی مزرا ده بوده و همین داوا بلوچستان روچ و خاص بلوچستان جنینا که مشامبا و گرداشتان نشانت ماتو بخار نشونه و ایشی یک چیز مشخصی که باعث افتخاره و یه امیدواره که یک روچ بلوچستان توکا بلوچ مردم باید وقتی پرچمی همه پرچمی قدیمی بوده که دارند یا دیگه پرچمی زوره یا همه پرچما یکی انتخاب کنن موثر باشه ولی یک چیز مشوره بگم شما هر کسی پرچم گندی چما ایرانی یا هر کسی دیگری یا خارجی ها
میشه بلوچستان پرچم بلوچستان غربیه ساک دوستش بیتن شو یکی تمام میگیم شانت یکی چه دولت‌ترین پرچمانه و ایشی بنسبت ساکن شهرین چیزی و تاییدا از مردم بلوچستان و بلوچستان پرچمی بسیار بود تا یون پیو و بورزبورد و از بین‌المللی مطرح کرد اولی هم بودن نسبت به دیگران اشیام توجه بکنه اولی کسی که مثلا حداقل تا یک سازمان به یک شکل تا یه دیگه پرچمان که راتبه بیتن و پیشش یک پرچم کردستان بوده برای تا یه دیگرانی پرچم بلوچستانی بوده از مردم بلوچستان بوده و امیدواریم که همین دوا ما شما یک روزی تمام گیم بلوچستان بیرق ببریم پوزا سلامت و دیگه امیدواریم که چه دوستان یک دیگر باشین شب مشما یک دیگر باش بیتین باز باشین دیوانیت باشه پدا زودتر هم دیوانی داریم خاص و اجا شبیه گپانی شی که مثلا سنگتان مردمانی که جوستی هستن تش وقتی جوستان دیم بدین مردم سعی کن هر چیز زودتر مثلا یک بحث و ترانی دابلی که گشتر گفتگو بیتین تا شی که من پیام داد مثلا فقط خبر بکنم گشتر بشه که همین خوب دیالوگی بود فقط یک مدتی معبر کنن 1 ساعت و 2 ساعت ما شما دیالوگ هستیم بلکه هم شما یک دیالوگ انجام بدید سلامت و شب شما باش و ماجا ناصر پرچم بلوچستان سرخه ها نه خب یه چهار ماستر تا بگه دیگه با سلامت وات ناصر جان جاندمه وات و دیواز منتور و انچو که دیوان عادی برزور کنی که هستم هم جاندمه واتن پانی باز منتور بوار براتانی که دانشتگن و شمی باز منتور و سلامت واته و سوگین واته امید کنه که روی چی بلوچستانی و آبادین و آزادین ماشارا برسید من چه سنگتانی که مدراتورانی که هستم یه دوستا که شما را گپ یک چیزی هستن و گوشت کنه که آخر شما گپ هم بجنه برو من دیوانو بند کنم یا کنن که دیوانو بند کنم باش من اجازه باز منتوار چه مردمان گفتن دیوانا و می گپ ترانش گوش داشتن رو شما شب باش سلامت بادش و درستن شب باش باد باشی شب باش